تو مغفرت چون کند. بسیار عالم برجسته بودند. میگویند اژدهای خفته در چاه رود جانب او اعمای، تو که دیده خبر نمی سازی با مسلمانیت چی می سازی. ازت تحلیل کردن که اژدهای خفته در چاه گفته همون چاه‌های دوزخ است. اژدها گفته همون مخلوق‌هایی که انسان‌هایی که عمل صالح نداشتند اونها را عذاب میکنند، انا همونها هست. اژدهای خفته در چاه میرود جانب او اعمای. اعما گفته آدم نابینا را میگن، یعنی به مردمی که در اطراف شما جمع میشوند و نمیدانند که در پیش چاهی هست، در پیش عذابی هست. از این خاطر علما صوفی الله خطاب میکنند که تو که دیده خبر نمی سازی با مسلمانیت چی می سازی. تو که امروز این محراب از خود کردی، تو که امروز این منبر از خود کردی، تو که امروز نان مردم میخوری، تو که امروز از روی اسلام عزت یافتی، برای چی برای مردم حقیقت اسلام خبر نمیدی؟ از این خاطر هر یک مسئله هایی که بهر شما جواب میگردانیم، یعنی هر کدام این از روی حقیقتی هست. قطع نظر به یگان اطراف نظر نکرده، برای شما ما هر سوالی که کردین انشاءالله جوابش را از حقیقت اسلام به گوش شما میرسونیم. پیش از این سوال ها را جواب گفتن، یکی از دوستان پیغمبر شهر ابن حوشب بودن. میگوید قلت لأم سلامة یا ام المؤمنین ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك. حوشب میگوید نزد ام سلمه رفتم. ام سلمه یکی از ازواج مطهرات است، یکی از زنهای پیغمبر خدا هست. میگوید نزد همین ام سلمه رفتم و از ام سلمه پرسان کردم شبهایی که پیغمبر در خانه تو بود، وقتهایی که پیغمبر به خانه تو می آمد، ای مادر، ای ام سلمه، چی دعا می کرد؟ دعاهای او از چی عبارت بود؟ ام سلمه مادر ما و شما که در پهلوی پیغمبر خدا خواب بودند و با پیغمبر خدا یک جا هم صحبت بودند و صدای رسول اکرم در عبادتهاش که می شنیدند گفتند کان اکثر دعائه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ام سلمه میگوید از زبان شیرین این حبیب خدا می شنیدم که در نمازها میگفت که ای ذات، ای پروردگار، تو دلها را دیگرگون میکنی، دلها را تبدیل میدهی. از این خاطر تبدیل دهنده و تغییر دهنده دلها تو هستی. ای ذات پاک، دل مرا در دین اسلامت مستحکم نگه بدار. این دعای حبیب خدا بوده است در نمازهایش. از این خاطر ما هم به این دعای حبیب خدا پیوست می شویم و دعا میکنیم که خدای مهربان دلهای این جمعیت ما را
دلهای این مردم تاجیکستان ما را در اسلامت، بر محبتش خدایا مستحکم نگه بدار. از این دلهای ما خدای مهربان حسد را، کینه را، بدگویی را، بخیلی را دور بگردان و در عوضش پروردگار محبت خودت، محبت اسلام و قرآنت را خدایا جایگیر بگردان. و خدای مهربان این بندگانی که از راههای دور و نزدیک برای ادا کردن نماز جمعه حاضر شدند، در هر قدمشان خدای مهربان حسنات کتابت بفرما و گناهاشون خدایا محو بگردان. و خدایا گذشتگان این قوم و جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این قوم و جمع خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این دیار ما در سفر هستند خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده به خاندانشان پس بگردان. و خدایا این جمهوری ما را در بین تمام دنیا از جهت فرهنگ و از جهت اسلام و از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردان. و این رهبران دولت ما را خدایا توفیقشان را رفیق بگردان، عمرشان را دراز بگردان. هر عملهای نیکی که برای آبادانی تاجیکستان دارند خدای مهربان موفقشان بگردان. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که با شما در باب نماز و بی نماز صحبت ها داشتم و انشاءالله باوری کامل هم دارم که این صحبت ها بی تأثیر نمی ماند و هر یک شخصیتی که سخن خدا و پیغمبر را می شنود وظیفه دار است که این سخن ها را برده در خانه خود عملی بگرداند. انشاءالله بعداً اجر او پیدا می شود. حضرت عمر می گوید ان اهم امركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. حضرت عمر بار تمام حکومت در اطرافش جمع کرد. وقتی که در خلافت نشست، یعنی در پادشاهی که نشست بعد ابوبکر صدیق، حضرت در حال سروزیر فیراد کرد تمام وزیرها تا گرفتن نزد من بیا، تمام شخصیتی که در حکومت من کار میکند همه را در نزد من حاضر کن. همه جمع شدند. حضرت عمر اولین سخنی که گفتند ای بندگان خدا، ناوابسته شما در کدام پایه حکومت من کار میکنید، اولین وظیفه که من در ذمه شما میگذارم این است که نماز در وقتش ادا کنید، بی نماز نباشید. فمن حافظ علیها حفظ دینه، کدام از شما گفت اگر نماز در وقتش میخواند معنای این را دارد که وی دفاع از اسلام کرده است و دین اسلام را محافظت کرده است و دین خودش را محافظت کرده است. و من ضیعها، اگر کدام شما مبادایی که وظیفه شما، مبادای پولداری شما اگر سبب شد و شما نماز ضایع کردین، پس من از شما باوری ندارم که این جمعیت از دست شما آباد شود. شما وقتی نماز ضایع کردین، شما در این مردم مسلمان خدمت کردن نمیتوانید. این سخن حضرت عمر بود روزی که در تخت شاهی نشسته بود. حضرت عمر میدانستند که حدیث پیغمبر خدا را خوانده بودند که ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم
و الی اموالکم ولا الی اجسامکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. و میدانست که پیغمبر خدا گفته بود که ای بندگان خدا هوشیار باشین که خداوند در پولداری شما نظر ندارد، در صورتهای زیبای شما نظر ندارد، در اولاد تو از کدام اولاد اجداد هستی، تو در کدام پایه کار میکنی، به این نظر نمیکنه، بلکه نظر میکرد از پروردگار ما الی قلوبکم و اعمالکم. فقط دلهای شما را نگاه میکنم، عملهای شما را نگاه میکنم که در دل تو چی نیت است و عمل تو چی گونه عمل است. حضرت عمر اینو میدانستند، خدا رحمت و مغفرتشان کنند، و میدانستند که یک زمان موقت من سروری میکنم و فردا که نزد پروردگار رفتم مرا از این نماینده ها میپرسند که آنها را دعوتی بر نماز کردی یا نکردی. چی مبارک بودن حضرت عمر. اگر تاریخ را ورق زنیم باور که انسان آب چشمش داشتن میتونه. چی مبارک حضرت یک خلافت کردن. باره میگوید حضرت عمر یک معرکه در آمدن که در اونجا محمد ابن مسلمه یکی از آدمای حقیقت گو بود، حقیقت را میگفت. کجروی کدام شخصی را که میدید همون زمان حقیقت را میگفت. و حضرت عمر نزد همین قوم آمد، نزد همون حلقه آمد و گفت ای محمد، گفت ابن مسلمه، تو یکی از آدمهای حقیقت گو هستی. الحال خلافت من چگونه است؟ پادشاهی من چگونه است؟ حضرت محمد گفتن، عمر گفتن عدالت تو خیلی به اندازه بلند است، بسیار یک عدالت کلانی داری. بازم این قدر مالی که در بیت المال جمع می شود، تو چنان دلی تو از دنیا مردگی هست که در تلاش جمع کردن مالم هوس نداری، در مال جمع کردنم هوس نداری. حضرت عمر دوام دادن، گفتن محمد گفتن اگر با شرطی که من یکی کجروی کنم چی؟ اگر مبادایی که فردا یک کجروی میکنم، یک احکام پروردگار را میشکنم. این محمد ابن مسلمه گفتن، عمر گفتن اگر تو گفتن کجروی کنی، اگر مبادای یک آیت یا یک حدیث پیغمبری خدا را اگر تو پایمال کنی، من تو را با شمشیر راست میکنم. حضرت عمر گریان شدن، گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که در بین ما قومی بود است که اگر عمر کجروی کند عمر راست میکند. این چگونه یک آدمی خاکساری بودند. الحال من در همین مسجد امام خطیب هستم، اگر یک نفر یافت شود یک کمبودی مرا گیرد، من غضبناک می شوم، حالان که این کار من نادرست است. باید که من راضی شوم، بگم خوش به حال تو که کمبودی مرا گرفتی. چی مبارک حضرت ذاتی بدن، خدا رحمت و مغفرتشان کند. از همه امر مهم نزد من گفتن این نماز است. کدام از شما گفتن در حکومت من کار میکنید باید که نماز ادا کنید. بار حضرت میگوید مسجد در آمدن دیر کردند، مردم قوم انتظار که حضرت عمر می آید. حضرت عمر نماز قوم میخوانده میدادن. وقت اون زمان پادشاه ها پیش می در آمدن، کمی دیر کردند، قوم بی‌ضابطه شدند، بی سرانجام شدند. به ناگاه حضرت عمر در آمد و نزد قوم عذرخواهی کرد. گفت قسم به خدا، گفت این یک لباس تری که در بدن من میبینید، این لباسی هست که هم مهمانهای رهدوری را با این قبول میکنم و هم برای مسجد آمدن با همین لباس نماز میخوانم. الحال تر بود، کمی ایستادم تا که یک خشک شود و در بدن کنم آمدن نماز شما را خوانم. در خلافت نشسته بودن، یک کرته در بدن داشتن، هم مهمان قبول میکردن هم با این نماز مردم میخواندن.
الحال سوال های خیلی زیاد است. انشاءالله فکر میکنم در باب نماز کفایت کننده است. خیلی صحبت های زیاد کردیم. 5 جمعه با شما در باب نماز و بی نماز صحبت داشتیم. انشاءالله برای آدمی که اگر ذره در وجودش ایمان باشد، خدا ترسی باشد، این سخنهای ما البته در او تأثیر میکند و خانواده خدا گفت پیغمبر خدا امر بر نماز میکند. السلام علیکم داملای محترم. خدا شما را نگه دارد. ما از 90 کیلومتر هر جمعه اینجا می آییم و از شما خواهش دارم که یک جمعه در نماز جماعت و جمعه دیگرش در فضیلت علم و علما صحبت کنید و این کاسته ها را ما به شهرهای دور ارسال میکنیم. یعنی انشاءالله این برادر میداند که من چند جمعه خود اعلان کرده ایستادم که بعد سوال جواب در باب نماز جماعت صحبت میکنیم و در باب فضیلت علم و علما و یکی دیگر موضوع ما موضوع سطر هست. انشاءالله این موضوع ها که چند تکلیف ها شدگی هست انشاءالله من صحبت دارم. دوم سوال کردن امام بخاری چند حدیث در کتابش آورده است، امام مسلم چند حدیث در کتابش آورده است و سال تولدشان را می گفتید. امام بخاری که اصل نامش حضرت محمد است، محمد ابن اسماعیل، میگوید که من از بین 600,000 حدیث این امام بخاری میگوید که من 600,000 حدیث جمع کردم از پیغمبر و از بین اینها 7257 حدیث در کتاب صحیح بخاری وجود دارد و همین 7257 حدیث از بس که میگوید یعنی یک تکرار باز شدگی هستند، یعنی یک حدیث 2 بار 3 بار هم در این کتاب که آمدگی هست، از این خاطر حدیث های تازه به تکرارش 4000 هست و سال تولدش 194 هجری هست، بگیم 184 سال بعد پیغمبر خدا به دنیا آمدگی هستند و 256 هجری از دنیا گذشتن، همگی 62 سال حیات دیدند. در قصه ها می آید که همین باید ما و شما افتخار کنیم که این صحیح بخاری این بعد قرآن کتاب معتبرترین در روی دنیا به شمار می رود و این از اولادهای ما و شما هست، از بخارا، محمد ابن اسماعیل. پدرشان هم آدمی با تقوا بودند، مادرشان هم آدمی با تقوا بودند. یکی از دوستان پدرش حکایت میکرد در همین کتاب امام بخاری که وقتی در حالت سکرات مرگ بود پدرش اسماعیل، من خبرگیری رفتم و به سوی من گفت ای حجر، گفت حجر بودن این کس، اینقدر حیاتی که من دیدم، گفت قسم به خدا، گفت 1 درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست، 1 درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست. گفت و فرزندهاشم بسیار الکی خودی همین فرزند محمد ابن اسماعیل خود گواهی میدهد که از چگونه اولاد البته به دنیا می آید. این از حساب لقمه حلال این فرزند به دنیا آمدگی هست. میگه در خردیش وقتی که این محمد تولد شد پدرشون از دنیا گذشتند. در آوان خردی میگوید همین محمد ابن اسماعیل نابینا شدند، خرد بودن میگد نابینا شدند. مادرشون بی نهایت غم میخورد و پیوسته شبها نماز تهجد داشت، میگد زاره و تولا به درگاه پروردگار میکرد که خدایا این فرزند مرا بینا بگردان.
شب از شبها میگوید در خوابش حضرت ابراهیم خلیل الله در آمد و گفت مادر، گفت این زاره و تولایی که تو به سوی خدا کردی، خداوند دعای تو را اجابت کرد و فرزند تو را بینا گردانی. این مادر میگوید من از جا خیستم، تا زمان پیش فرزند میرفتم صدای همون ابراهیم از گوش من دور نمیرفت. همین صدای می آمد که فرزند تو شفا یافت، فرزند تو شفا یافت. آمدم نگاه کردم که این محمد شفا یافتگی از چشمهاش مثل چشمهای بینا میگه گشاده شدگی بود. 10 ساله بودن که حضرت الکه حدیث از یاد میگفتند. 10 سالگی ده الکه حدیث از یاد میگفتند. این هم یک افتخار مردم ما و شما است که ما صحیح بخاری داریم. و امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری سال تولدش 204 هم گفتند، 206 هم گفتند، 216 هجری هم گفتند. و این حضرت 4000 حدیث در کتاب خودش جمع کردگی است که اینش به اینش باز تکرار آمدگی هست. این یک مختصرا جواب این برادری که برای ما گفتند. سلام داملای محترم، در یک معرکه یک حدیث پیغمبر را خواندم. یک دانشجوی اسلامی گفت که این حدیث را پیغمبر نگفته است، بلکه این را دشمنان اسلام داخل کردند. داملای عزیز، آیا این حدیث از پیغمبر هست یا نه؟ و آیا این درست است یا که در حدیث های پیغمبر درست است که در حدیث های پیغمبر باز حدیث های دروغ را هم دشمنان داخل کرده باشند؟ این برادر ما یک حدیث خوانده است که به نام انا مدینه العلم و علی بابها، که پیغمبر که حدیث ترمذی است میگوید که من شهر علم هستم و دروازه همان شهر حضرت علی هست. اگر چند در این اختلاف زیاد است، ابن جوزی میگوید بالکل این موضوع باطل است. این حدیث میگوید حدیث پیغمبر نیست. اگرچه میگه ترمذی روایت هم کرده باشد، لیکن ترمذی از لفظ خودش بازگشته است، گفته است من این سخن نگفتم. یعنی در اطراف این حدیث بحث های زیاد است. بعضی از محدثین ما و شما میگویند که این حدیث نه صحیح است نه باطل است، بلکه حسن است، یعنی نیک است. این گونه هم بحث ها وجود دارد. از این خاطر من از بس که اختلاف های زیاد در اطرافش نگاه کردم، برایم به یگان خلاصه نآمدم. انشاءالله این را باز من از داملاهای محترم میپرسم و بعدا صحیح ترش باز برای شما خبر میدهم، زیرا که در اطرافش خیلی سخنهای زیاد است. لیکن هر برادری که حدیث میگوید، امروز زمان شده است که حدیث باید که راوی داشته باشد. حدیثی ضعیف است، حدیثی موضوع است، او حدیثی مثال صحیح است، باید که تو دانسته گویی. امروز زمانی نیست که هر کدام شما یک حدیث خوانین گویین که این را پیغمبر گفته است. میگوید که این برادر که آیا در حدیث های پیغمبر هم حدیث های دروغ در آوردند؟ در دوره های هارون الرشید میگوید وقتی که زندقی را دستگیر کرد و حکم کرد که این زندقی را نابود کنین، زندقی به طرف هارون الرشید گفت ای هارون الرشید چرا مرا قتل میکنید؟ گفت تا که مخلوقهای خدا، تا که بندگان خدا از ضرر تو امین مانند. و بسیار ضرر میداد در مردم طلا و تاراج میکرد. گفت ای هارون الرشید، گفت مرا قتل نکن، گفت زیرا که من 1000 حدیث در حدیث های پیغمبر از نام خودم تیار کرده در آوردم. اونها را چگونه جواب میگویی؟ اونها را چگونه جدا کرده میتانی؟ 1000 حدیث زندگی میگوید که من خود تیار کرده و در حدیث های پیغمبر پرداختم. شما آنها را جدا کردن نمیتونید. هارون الرشید گفتند تا زمانی که ابو اسحاق فزاری و عبدالله ابن مبارک باشد، گفت من انشاءالله، گفت اون حدیث هایی که تو تیار کرده و در حدیث های پیغمبر پرداخته ما جدا کرده، حرف به حرف میگیریم شان. یعنی البته دشمنان اسلام
در بین حدیث های پیغمبر خدا حدیث های زیاد پرتافتند که امروز علمای ما و شما و پیشواهای ما و شما این حدیث ها را جدا کرده گرفته ایستادند که کدامش از پیغمبر هست و کدامش از پیغمبر نیست. داملای محترم حاجی میرزا، خداوند شما را از همه آفت و تهمت ها نگه دارد. بعداً یک سوال دارم. ما یک رئیس جماعت داریم و کسیته های شما را گوش کرده به شما مخلص است، لکن ما میگوییم که در توی معرکه من حاجی میرزا آمده امر معروف کند و تماما راضی نمی شود و اجازت هم نمی دهد. شما چی میگویید که تا که وی سخن شما را بشنود و به سر مقصد آید؟ رحمت به شما. اولا من چی میگویم؟ اولا میگویم خدای مهربان کدام رئیس جماعتی که نباشد خدا توفیق شان دهد، خدا هدایت شان کند تا که پیش راهی امر معروف و نهی منکر را نگیرند. کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرات. مولوی با رئیس جماعت خطاب میکنه، میگوید ای رئیس جماعت کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرات، در صحبت واعظان چو دیوار مشو. در صحبت واعظان چو دیوار مشو. دیوار پیش راه را میگیره. میگوید کسی نباشی پیش راهی واعظا را نگیر، پیش راهی امر معروف نگیر، بلکه از امر معروف خودت استفاده ببر، بلکه خودت تشکیل کن که تا که یک واعظ آمده مردم پند و نصیحت کند. امروز الحمدلله که اگر شما شب گوش کرده باشین رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند، پشتیبانی از دین اسلام میکند و میگوید که این دین، امشب ما گوش کردیم، همه شما گوش کردیم، این دین دین صلح‌خواه است، دین نیکخواه است، دینی هست که میخواهد در سراسر عالم صلح پیدا کند. این گونه دین است. این دین به تروریسم هیچ وابستگی ندارد. امشب اینها از زبان رئیس جمهور ما و شما صدا داد. وقتی رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام کند، رئیس جماعت کی است؟ رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند. خدا میگوید فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین، و مردم پند دهید. پند جمعیت آباد میکند. من چند برآمدهایی که در دوشنبه داشتم در بین بسیار وظیفه‌دارهای کلام بود. گفتیم پیغمبر خدا گفته است که هر وقتایی که اگر شما امر معروف و نهی منکر را ترک کردید، برکت قرآن از آن سرزمین برداشته می شود. من امروز همین آرامی که در جمهوری می بینم و دائم دعا می کنم که خدا این آرامی را از ما نبردارد. من این آرامی را، این یکدیگر فهمی را در همین موعظه ها می بینم. این پیشروی هایی که ما دعا می کنیم در هر یک نماز که خداوند اقتصاد دولت ما را بلند گرداند، رهبری دولت ما را عمر دراز دهد، عملهای خیری که دارن برای آبادانی تاجیکستان خدا موفقشان گرداند، این دعاها تأثیر ندارند؟ البته تأثیر دارند. در بین 1000-2000 آدم دست میبرداری، خداوند دعای ما و شما را قبول میکند. پس باید که البته اون برادری که کسی نه اون مخلصی من میشد، هیچگاه من نمیکرد که در معرکه های اونها ما اشتراک نکنیم. این مخلص نبوده است. اگر مخلص میشد میگفت که البته این شخصی است که ما خودمان
همچون یک آدم حکومت به حساب می رویم. ما از یگان دنیای دیگر نه آمدیم، ما فرزند همین دیار هستیم و ما نیکخواه همین دیار هستیم و ما دعا میکنیم که انشاءالله این جمهوری ما را خدای مهربان پرفیض و پربرکات نگه بدارد. خوش به حال همون رئیس جماعت هایی که در این کارها صد راه نمیشوند بلکه خود تشکیل میکنند. یکی وقتی که پیش راه را میگیرند فراموش نکنند که این نبطش ربک لشدید. خدا میگوید ای انسان یقین بدان که عذاب من بسیار دردناک است، عذاب من بسیار سخت است. کدام شما اگر مقابلیت نشان میدین، کدام شما اگر پیش راهی موعظه و اسلام میگیرین، فراموش نکنین که وعید حق بی نظیر است که ایزید دیرگیر و سختگیر است. خدا دیر میگیره و بسیار سخت میگیرد. اکای دامله حاجی میرزا در مسجد ما یک ملا داشتیم، نماز را نه سراستیمه میخواند و نه آهسته، یعنی میانه. او را و یک ملای دیگر داریم او تیز میخواند، او را میخواهند. آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار می شود، اگر ساعتها راستشمانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند. دیگر داریم او تیز میخواند، او را میخواهند. آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار میشود، اگر ساعتها راستشمانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند، در همین مردم ما طاقت ندارد. حالا که رسول اکرم میگوید اسوأ الناس سراقة الذي يسرق صلاته، بدترین دزد گفته است پیغمبر دزد نماز است. بدترین دزدها دزد نماز است. قیل یا رسول الله کیف یسرق صلاته؟ گفتن ای پیغمبر خدا آیا نماز را هم دزدیده می شود؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها. کسی که اگر رکوع را پره نمی کند، سجده را پره نمی کند، پیغمبر خدا گفتن وای دزد نماز است، وای از نماز دزدیده ایستاده است. از این خاطر من طرفدار همان ملا امامی هستم که نماز با حضور میخواند، نماز سراسیمه نمیخواند. لیکن اگرچه در بین قوم میخواند، پیغمبر خدا میگوید اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه و اذا صلى لنفسه فلیطول ما شاء. این بسیار به مذهب ما نزدیک است که رسول اکرم میگوید کدام شما اگر ملا امام شدید بایستا که نماز سبک خوانید، یعنی سبک که نیکی دیگر در 1 دقیقه تو 4 رکعت خوانید، یعنی رکوعات به حضور باشد، سجدهات به حضور باشد. زیرا این که در قوم گفته است پیغمبر آدمای ضعیف هستند، آدمای بیمار هستند، آدمای صاحب حاجت هستند. وقتی شما تنها گذار باشید بعد چی قدر می توانید دراز خواندن گیرید؟ لیکن الحال ما می توانیم که یعنی به حضور، نه اونقدر تیز نه اونقدر آهسته، بلکه همون میانه‌ای که همون ملا میخوانده است همون بهتر است و همون ملا را در جای خودش گذارن انشاءالله ثواب میگیرن و اگر شخصی را که برای تیز خواندن میارن در او گناهگار میشوند. حاجی میرزای محترم بگوید که رفتن زن به مزار آرامگاه درست است؟
در یک ثبت آواز شنیدم که کسانی که بی فرزند هستند گناه کردن و باید از گناههای خود توبه کنند. نخواد همه بی فرزندها با گناه بی فرزند باشند. نگاه قرآن در دنیا و آخرت برای بی فرزندها چیست؟ در یک قشلاق ناحیه واسع در اوچسکه نزد حولی قبرهای کهنه پیدا شد، حتی در آنجایی که قضای حاجت میکنند این خیل قبرها پیدا شد. شما با این چی میگویید؟ با احترام مخلص شما. یعنی رفتن زنها به مزارها منع هست. باید که زنها البته به مزارها نروند و این طریقی که الحال مردها زیارت کرده ایستادن که خود گناهگار میشوند، باز این زنها که از مردها دیده ضعیفتر ایمان هستند. امروز مردم ما و شما وقتی به مزارها می رویم از بوسه کردن همان غیشتهایی که در اطراف مزارها هست، سنگهایی که در پیش مزارها هست، ما و شما از اونها بوسه میکنیم و اونها را مثال دستها را در بالای اون مزارها میگذاریم و در دیده ها میمالیم. اینها شرک به خدا هستند. شما در اینها گناهگار میشوید. مزارها را زیارت میکنین، طریق درست زیارت کنین. رفته در نزد مزار، در نزد مثال حضرت امیر سعید حمدانی که ما و شما امروز همه بسیارتر مثال در نزد او کس دعا و درود میکنیم، دعا کنین که خداوند مغفرتش کند، خداوند گناههای او را ببخشد. نه اینکه شما از او کس مدد طلب میکنید. نه اینکه مثال من نزد تو آمدم برای که فرزند ندارم، فرزند برای من نصیب کن. باور کنی مشرک می شود انسان. حضرت امیر جان بنده خدا بود. فرزند دهنده و فرزند می گرفتگی همون ذات است. خلاص فرزند در دست هیچ مزار و در دست هیچ اولیا و در دست هیچ پیغمبر نیست. خدا خود در قرآن می گوید. از این خاطر اون زنهایی که امروز باز با این لباسهایی که در بردارن که وقتی وارد اون آرامگاه می شوند چی غضبی اون حضرت بیدار می شود، چی غضبی در او پیدا می شود. از این خاطر به نهایت خوب می شود که نه ما دخترهامانه در حالت عروس کردن پیش حضرت بریم که شرمنده میکنیم خودمانه، و نه زنها من اجازت دهیم که رفته در اونجا دعا کنن. همون پخت و پزی که زنهای ما و شما میکنن برای ارواح حضرت امیر جان، اگر در همون همسایه ها تقسیم کنین انشاءالله وای از شما خوشنود می شود. من به شما وعده می دهم روحانیتش خوشنود می شود و همسایه ها از شما برخوردار شوند. این برای شما بهتر است. باز میگویم که حضرت امیر جان طرفدار قلمه نبودند، طرفدار گوسفند نبودند، طرفدار مال دنیا نبودند. اگر اونها از پی اینها میگشتن امروز نام او در عالم مشهور نمیشد. امروز حضرت سلطان ویس قرنی را حکایه میکنم. بچه ها ما کنه رفتیم، میگوید میروید در بالای سبزگاری ها و کت های همون مزار زنها خواب هستند. این است نتیجه رفتن زنها به مزارها. در همونجا خواب است. این خواب است، یک پاش بیره می شود، یک کرتش بالا می شود. آیا شرمندگی نیست؟ این صدها مرد باید تماشا میکند. باز از همه بدبختیش همین است که در همونجا یک چشمه بوده است. چشمه بوده است. یک جوان در همینجا، یک جوانی با عقل است، در همین بین شما هست. آمد بر من گفت که داملا گفت من همون یک چشمه بوده است در همون حضرت سلطان ویس قرنی که میگه چشماتا میپوشی و دست در همون داخل چشمه میپرتای و چند سنگی که اگر در دستت آمد همون قدر فرزند خدا بر تو میدهد. من دست ما پرتافتم، در دست ما یک شیشه آمد. خلاص من گفتم بسیار بنده نیکبخت بوده ای تو، بسیار بنده نیکبخت بوده ای که خداوند بر تو نشان داد. اگر دست می برید باز من خرسندتر می شدم
یعنی به تو جزا داد که تو بیدار شو که در اینجا فرزند نیست. او تا کی ما و شما اینقدر بی مدنیت و بی عقل هستیم؟ اینقدر ایمان ما و شما ضعیف است که ما و شما از یک چشمه دست میپرتوی چند سنگ آمد صاحب همون قدر فرزند میشدی تو. پس این قدرت پروردگار کجا میشود؟ اینا دا شما باور نکنید. پدرای عزیز، من به خدا قسم انشاءالله من جمعه آینده یک برادر در باب شرک به من سوال کرده، من در باره شرک کمی به شما صحبت میکنم. اینا شرک به خدا هستند. این است نتیجه زنهای ما و شما به مزارها رفتند. این چگونه مردی است که زنی من از همینجا میخیزد خاولینگ زیارت میرود؟ من خود در خانه هستم. زیارتی حضرت سلطان ویس قرنی برای زن مهم نیست. وی کار کند که همین شوهر یک بار خندش بیاید وی 1000 سلطان ویس قرنی را زیارت کردگی است. برای زنهای ما و شما زیارت شوهر مهم است. شوهر تا زیارت کن، شوهر تا دعاش بگیر، شوهر خوب استقبال کن. از 1000 رفتن پیش سلطان ویس قرنی برای تو افضل تر است. این خدا میگوید. افسوس که چی مردهامان و چی زنهامان از تعلیم و از معرفت دور شدیم. اینجا یک سوال دوم این بود است که یعنی زنهایی که به فرزند هستند اینها را گویا که زنهای گناهگار باشند. نه، اینها زنهای گناهگار نیستند. خدا در قرآن میگوید که من بر شما فرزند نرینه میدهم. در سوره شورا هست. من بر شما فرزندهای مادینه میدهم یا به شما یک بار دوگانیک میدهم یا اینکه من شما را تماما فرزند نمیدهم. این لفظی همون ترجمه آیتی همون از سوره شورا هست. یعنی این قدرت پروردگار است. این برای عبرت گرفتن همون شخصانی هستند که فرزند دارند، که این آدمی بی فرزند دیده عبرت بگیر که خدا همین قدرت داشت که تو را بی فرزند کند، لکن تو را فرزند که داده است این نعمت در خیانت نکو، نعمت در راه اسلام پرورش کن. آدمهای نابینا را برای آدمهای بینا مثل آورده است، حکمت آورده است که خدا میگوید من قادر بودم که تو را نابینا کنم، لکن وای نابینا کردم، تو را بینا کردم. این چشمها را تو در دیدن حلال کرده های خدا صرف کن. با این چشمها تو به مسجد قدم زده رو. آدمهایی که فلج در بالای جایگاه های خوابند، اونا برای ما و شما عبرت هستند که خداوند میگه من قدرت داشتم تو را فلج کنم لکن فلجت نکردم. این تنی سالم تو در راه خدا صرف کن. از این خاطر اون زنهایی که بی فرزند هستند این معنی او را ندارد که اونها را خدا غضب کرده باشد، ولی خداوند نبوده است، در تقدیرشان نبوده است. از این خاطر اونها را خداوند صاحب فرزند نکرده است. و این زنها و این مادرها هم ناامید نشوند، بلکه به سوی خدا دعا کنند، شاید خداوند برای اونها فرزند نصیب بگرداند. قبرهایی که پیدا شده باشند بهتر و خوبترش همین است که اون قبرها را پوشیده کنند. اگر ما و شما در حوله ها میکنیم برای یک حاجت خانه کندن که میبراید یک قبر، این قبر را باید که ما و شما روش پوشانده کنیم. و اگر مدتش از 40 سال گذشته باشد این حالت در بالای این در هر عمارتی که کنین جایز است میگوید در فتواها. حتی 30 سال هم آمده است. 30 سال یا 40 سال که از یک قبرستان که گذشت میتوانند که همون قبرستان را رشد کنند در بالاش عمارت ها کنند. وقتی که 30 سال در بعضی از فتوای خلاصه میگد که 40 سال اگر گذرد و در اوجا یگان مرده نو گرانده نباشد، یعنی 40 سال از آخران مرده گذشتگی باشد. آخران مرده که امروز میگذرانیم 40 سال بعد همین ما میتونیم که همون قبرستان را رشد کرده در بالاش عمارت کنیم. داملای محترم، التماس به سوال من جواب دهید. اگر شخصی از مصالح بینایی مسجد برده خانه‌اش را تعمیر کند، فردا حالی او چی می شود؟
هم آدمایی که از مسجد میدزدند و میبرند مثال خانه هاشون آباد میکنن، همونا را رفته پرسین، همونا را حالشون ببینین، خودتان میدونین که مثال خداوند با آنها چی معامله میکنه. هست که از مسجد در زمانهای پیش هم این قدر نگذشته است، پدرای ما و شما میگفتند اگر یک خس از مسجد به خانه برده شود، خانه او خاکباد می شود. یک خس. لیکن معنای خاکباد معنای را ندارد که خانه وی چپه شود، یعنی معنای ای را دارد که وی آدم بدبخت است، وی از همه در دزدهای بدترین انا همون انسانی است که از مصالح بینایی مسجد می دزدد. وای به حالش. لیکن اون کسانی که خیر احسان میکنند در مسجد و اون اگر پیشوا کدام کسی نباشد که مثال وقتی میدزدد وای در گناه او وای شریک است، این آدمی میآوردگی ثواب شد در نزد پروردگار میگیرد. بسیار شرمندگی هست. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، شما خود یکی از ملا امام مسجد شهر کولاب هستید، مرحمت کرده بگویید که اگر قومی که از قفای ملا امام نماز میخواند ولی برای پیش در آمدن او راضی نیستند، نماز خوانده اونها چی میشود؟ ما اینا چندین بارها گفتگی هستیم که پیغمبر خدا میگوید ثلاثه لعنهم الله، سه قومی هست که در لعنت خدا گرفتار هستند. در بعضی احادیث ها میاد که سه قومی هست که نماز اینها را پروردگار قبول نمی سازد. یکی از اونها کی است؟ من ام قوما و هم له کارهون، یک شخصی که ملا امامی میکند و مردم از او راضی نیست. خدا میگوید، یعنی پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین خیل ملا امام باد که مردم از او راضی نیست و وی به زوری یا به سیاست یا به مالداری یا به فرزندداری یا به دیگر راه ها همون محراب از خود کردگی هست. نابسته قوم از او راضی هست یا نیست، وی ملاگیش دوام داده ایستاده است. پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر این خیل ملا امام باد. یعنی ملا امام باید شخصی باشد که تمام مردم باید دوست دارد، مردم باید احترام کند. دوست داشتن ملا امام و احترام ملا امام از چی پیدا می شود؟ از عملهای صالح خود ملا امام، از عملهای نیکی خود ملا امام. لیکن اگر ملا امام باشد که حقیقت گو باشد و مردم حقیقت شنیدن سخنهای او را نداشته باشند و خواهند که وی عوض کنند، اینجا قوم در لعنت خدا گرفتار می شود. السلام علیکم داملای محترم، مرحمت کرده بگویید که در حالتی که مؤذن مسجد از آن را به قاعده هایش گفته نمیتواند، از روی نظر اسلام به او چی حکم هست؟ برای چی ملاها از بالای این نظارت نمیبرند؟ یعنی البته کسی که اذان غلط میخواند در نزد پروردگار گناهگار میشود. عزیزای ما و شما میگویند در اذان 10 جای خوف کفر است. یعنی اذان هم باید که شخصی اذان گوید که اذان را گذراندگی باشد. امروز الحمدلله که مثال هست مسجدهایی که یعنی همه مسجدها الحمدلله امروز آباد هستند، اذانهای درست میگویند. کدام شخصانی که مؤذن هستند میتوانند که نزد این مؤذنهای یعنی مسجدهای جامع آمده از اینها تعلیم گیرند و بعد رفته در محله ها و قشلاق های خود اذان گویند. و الا هم اذان دهنده گناهگار است و هم قومی که اذان او را میشنود همگی گناهگار میشوند. داملای محترم، برای مردها و زنهایی که خود را مسلمان میگویند و با زبان مادری خود حرف زدن نمیتوانند و لباس مسلمانی را یگان بار هم نپوشیدند، در همین موضوع کمی روشنی می انداخته تا که آنها میفهمیدند که مسلمانی چیست. انشاءالله ما در باب لباس هاش که صحبت داریم، علاهیده صحبت میکنیم. و در باب کسانی که زبان مادری خود نمیدانند گفتگی، یعنی اگر شاید یگان عذرهایی باشد، زبان مادری را دانستن این افتخار است.
هر یک مرد تاجیک امروز الحمدلله که جمهوری ما و شما همه مؤسسه ها به زبان تاجیکی، تمامی بگیم همون کاغذهایی که حجتهایی که در هر یک کارخانه ها وجود دارد همه به زبان تاجیکی گرداندگی هستند. از این خاطر با زبان تاجیکی خودمان سخن گفتن اینم یکی از فضل ما و شما را نشان می‌دهد. برای همین کسانی که دیگر زبان‌ها را مثال می‌دانند اینم افتخار است. من طرفدار همون جوان شخصی هستم که زبان مادری را داند. زبان از همه مهم در دنیا امروز زبان انگلیسی است. زبان انگلیسی را داند که در دنیا اولین زبانی که الحال می ایستد این زبان انگلیسی است. انگلیسی را داند. زبانهای روسی را داند. اینا زبانهایی هستند که شما در کدام دولتی که روین وقتی با زبان خود همونها صحبت میکنین شما اونجا غریب نمیشوین. اونجا شما انشاءالله باز عزتتان بلند میشود وقتی که شما با زبان خود همون مردم صحبت میکنید. داملای محترم، سوال من چنین است: اگر ملای یا شخصی از عهده نصیحت زن و فرزند خود نمی براید، از قفای او نماز خواندن یا سخنان او را گوش کردن درست است یا نه؟ ما خود شاهدی زنده هستیم که اکثریت فرزندان و دادران و خواهران آنها به دیگر کار و بار غیر اسلامی مشغولند، مگر آنها برای خودنمایانی به نماز می آیند؟ یعنی اگر شخصانی که صحبت آنها در زن و فرزند آنها تأثیر نمی کند، این معنای او را ندارد که وی لایق ملا امامی ندارد، بلکه اگر وی نگوید یا نصیحت نکند این حالت وی لایق ندارد که پیشوا باشد. لیکن وقتی که پیشنهاد کند در برادرهای خود، در زن خود، در فرزندهای خود، لیکن اونها قبول نکنند، این حالت در این ملا گناهگار نیست، بلکه از پیغمبرهای خدا هم حضرت نوح بچهش کافر بود، هرچی دعوتش کرد این قصه قرآنی است، کنعان بچهش سخنش گوش نکرد. از این خاطر پیغمبر از پیغمبریش خط نزدن که فرزند تو چی است؟ فرزند تو کافر شده است. یا حضرت نوح را هم زنش کافر بود، حضرت لوط پیغمبر هم زنش کافر بود، سخنش گوش نمیکرد. از این خاطر این مانع نمی شود که اون کس یعنی ملا امام نباشد، بلکه حالت دوای ملا امام کردن، ملا امام شدن نمیتواند که اگر سکوت اختیار کند، یعنی دادر و برادر و زن و فرزندهای خود دعوتی به اسلام نکند، این حالت دوای گناهگار است. این حالت در اصل وای مثال حق پیشوایی ندارد، دیگرها را نصیحت کند و اولاد اجداد خود نصیحت نکند. لیکن وقتی سخنی را قبول نمیکنند اینجا مسئله دیگر مسئله هست. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، ما یک گروه جوانان از ثبتهای شما سخنان تأثیر کننده شما را شنیده چنان شده ایم که 5 وقت نمازمان را در مسجد میخوانیم و رفیقان بی نماز را به نماز دعوت میکنیم. آنها با ما میگویند که تا دیروز خود فقط گناه میکردیم، امروز ملا شدیم. شما به ما و رفیقان ما چی گفتنی هستید؟ البته این بی نهایت سخن قبیح هست که ما اگر در شأن یک برادری که وای مثال ایمان میارد، وای مسجد می آید، چی در سن 20 سالگی باشد، چی در 30 سالگی باشد، چی در 40 سالگی باشد، وقتی که پروردگار وای می بخشد، پس چی در کار ما و شما اون شخص را تحقیر میکنیم؟ من با باوری کامل از روی حدیث های پیغمبر خدا به شما میگویم که رسول اکرم گفتند کدام جوان یا کدام موی سفیدی که خدا را میشناسد و از گناه های کردگیش پشیمان میشود و به مسجد می آید، به سوی خدا توبه کند، خدا توبه او را قبول میکند و آن چندین سالی که وی گناه کرده است همه او را به نیکی مبدل میگرداند. ما و شما حقوق نداریم که چی خواهر باشد، چی مادر باشد، چی دادر باشد، چی رفیق ما و شما باشد او را تحقیر کنیم که تو تا دی روز عرق نوش بودی، تا دی روز زیناکار بودی،
تا دیروز دیگر کارها بودی و امروز باز ملا شدی، امروز باز مسجد می آیی. اگر ما و شما ورق زنیم، حضرت عمر تا دیروز کارت کشیدگی بود، گفت تا اگر با این کارت سری رسول الله را اگر نبرم در غلاف این کار را جا نمی کنم. لیکن خدا که هدایتش کرد در سین 27 سالگی ایمان آورد و با پیغمبر خدا خدمت کردند. از این خاطر این بسیار سخن قبیح است. این سخنی هست که دل برادر ما و شما را میشکند. برای همین هیچگاه ما و شما این عملها را نکنیم. این عملهای شیطانی هست. هر کسی که نباشد به درگاه خداوند بیاید، به مسجد بیاید، خداوند او را مغفرت میگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. میخواهم یک چند نفرهای هستند در اینجا در حقشان دعا کنیم و بعدا رفیق سیدعلی هم در اینجا حضور دارند. به همه ما و شما معلوم است که امروز 9 سپتامبر هست، یعنی روز استقلالیت است. یک نعمت خیلی کلانی هست که خدا به ما و شما موفق گرداندگی است. برای همین یک صحبت اندکی دارند و از نام مثال حکومت به ما و شما یک تبریکات میکنن این روز عید و بعدا انشاءالله نماز میخوانیم. و همه شما گوشزد میکنم که در همین پهلوی چپ من یک عمارت میشود. انشاءالله یک عمارتی میکنیم که الحال برادرای ما و شما از من هم گذشتند، یعنی در قریبی محراب نماز میخوانند از دو طرف و حتی در راه ها جای نمازهای ما نمیرسد. و همینجا نیت کردیم با دستگیری این مصلحتچی هایی که در اطراف دارم، خدا برکتشون دهد، علال خصوص یعنی وکیل همین محله ما نکه حاجی رجب علی هستند و اینجا یک عمارت خدا خواسته باشد با دستگیری حکومت هم یک آشیانه 2 آشیانه می شود و بسیاری از سهمگزارهای هستند که الکی سهم گذاشتند. انشاءالله این کار خیر است. به یگان تشویش دادن شما هم انشاءالله ما را انجام می دهیم و این هم یک آبادی همین مسجد ما و شما می شود و آبادی همین شهر ما و شما می شود که زیاده از 1000 آدم انشاءالله ما در اینجا جا می کنیم. و اینجا چند برادرها از خوجند مبلغ‌های خودشان روان کردند. اکای بابا نظر هست، بچه اکای محمد نظر از همین محله، برادرمون اکای شانی سید اکبر هست، یای حصار است. چند بار در این مسجد ما و شما یاردم‌های خودشان روان کرده ایستادند. ایشان فضل دین است از خوجند، این هم مبلغ روان کردند. و اکای شیراوگان بچه حاجی شاهین که خدمتگار همین مسجد هستند. اینها 4 نفر شده و یعنی مبلغی خود روان کردند و گفتند که باز آینده انشاءالله کمبودی ها شد باز دستگیری میکنیم که همین ساختمان شما انجام یابد. یک برادر حاجی محمود هم از قربان شهید حقیقشان روان کردند و از حساب مسجد 100 سامانی به شعبه یاری اجتماعی شهر برای بیکسان خیریه کردیم که اون یک اداره هست، همون بیپرستان و بیکسان همونا را یاردم میکنن. از حساب مسجد 100 سامان اون کس روان کردیم. پسری بابای حاجی شاهین محله کوهدامن 20 سامانی و 2 قابچه گندم در حق پدرم دعا کنیم گفته روان کردگی هستند. و بابای شیرمد هم از همین محله ما گذشتگی بودند، 100 سامانی برای همین مسجد روان کردند. و این گونه یاردم ها در صندوق خیریه هم برای آبادانی. الان ما همین تعمیر مناره را خواباندیم و گفتیم از همه مهم این است که فردا نمی باران ها می شود، برف می شود، همین مردم ما و شما بالاش پوشیده باشد، این افضلتر و بهترتر است. بعدا مناره را سال بیناش می شود، این مناره اونقدر ضرورتی ندارد. و اینجا یک برادرمان 20 سامانی دادن برای ساختمان که در حقم دعا کنید گفته است. و یک برادر دیگر هم از ما بسیار طلب کردن، استا غیرت از کرمان 20 سامانی این هم روان کردن برای کشایش کار. گفته خدای مهربان دعا میکنیم که این برادرانی که از خوجند برای آبادانی این مسجد ما و شما مبلغ‌های معینی روان کردند، خدای مهربان عمرشان دراز بگرداند، تنشان خدای مهربان صحت و سلامت نگه بدارد
و در کارشان خدای مهربان کشایش و برار نصیب بگرداند و هر مرادهای نیکی که دارند خدای مهربان مرادهاشان حاصل بگرداند و گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگرداند. و این برادران هایی که نامگیر کردم که در حق پدرم دعا کنید کشایش کار، خدایا هر مراد و مطلب هایی که کردن، انک انت السمیع العلیم، خود شنوا هستی، خدای مهربان حاجت هاشون برآورده بگردان و براه اهدنا الصراط المستقیم خدای مهربان هدایت چون کنی. آمین یا رب العالمین. الحال رئیس صحبت میکنن. اینجا یک برادر یک تکلیف کردن خیلی بعدن اکای امرا گفتن در یک مسئله ای که نصف فرزند برآمده است نصفش نبرآمده است. ما گفتیم در یک جمعه که در همون حالت هم باید نماز خوانده شود. انشاءالله دیگر وقت تنگتر است، جمعه آینده این مسئله را من برای شما روشن میکنم که بعضی برادرها نفهمیدن این مسئله را. مرحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه گذشته ما و شما صحبت داشتیم در باب کسانی که نماز نمیخواندند. دو جمعه الحمدلله که ما از فضیلت نماز به شما صحبت کردم و یک جمعه در باب بی نماز به شما صحبت کردم و این جمعه هم الحمدلله که به شما وعده دادم که در باب بی نماز با صحبت میکنم. اگر صحبت من این جمعه هم که انجام نیابد، جمعه آینده هم باز در باب بی نماز با شما صحبت میکنم. پیش از آغاز صحبت با تعبیر شاعرانه حضرت مولوی جنونی که دعای کردند: الهی بنده گم کرده راهیم، الهی بنده گم کرده راهیم، ترحم کن به این حال که داریم. گرفتاریم به دام نفس غدار، سراسر غرق این دنیای مردار. ای پروردگارا، ما هم به دعای حضرت مولوی پیوست می شویم و به سوی آن ذات یگانه دست می برداریم و می گوییم که خدای مهربان، اولا هزارها شکر به سوی درگاه تو که ما را اهل هدایت خلق کردی. هزارها به سوی تو شکر ما را نصرانی نکردی، ما را آتش پرست نکردی، ما را در دین زردوشت داخل نکردی. هزارها شکر به سوی تو ای ذات پاک. و خدای مهربان تا دم آخر ما را همراه اهل عیالمان اهل هدایت بگردان و از این راه اهدنا الصراط المستقیم ما را پروردگارا منحرف مگردان. و خدای مهربان محبت دنیا را از دل ما کنده بگردان و در عوض این محبت دنیا محبت اسلام را، محبت این ذات یگانه را، محبت قرآن معجزه الهی را، محبت این مسجد را، محبت تمام مسلمین روی عالم را، محبت علم را، محبت علما را خدایا جایگیر بگردان. و خدای مهربان اسلام عزیز را در روی دنیا حکمران بگردان. و خدایا آن شخصانی که نقشه های ضد اسلامی میکشند در نقشه های خودشان را پروردگار را سرگردان بگردان. و خدای مهربان گذشتگان این قوم جمع ما امروز رحمت تو را منتظر هستند، مغفرت تو را منتظر هستند. خدای مهربان گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان.
ارواحهای ما را خدای مهربان از این قوم جمع ما راضی بگردان. و خدایا مسافرها داریم، امروز سرگردان هستند، امروز برای تأمینات خانه در بدر هستند، خار و ذلیل هستند، یا چی مسافرهای داریم در طلب علم هستند. خدایا صحت و سلامت به خاندان بر بگردان. بیماری ها مانده، شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. یک برادر دارم به نام حاجی عارف که از دعای ما و شما کمی بهبودی در سلامتیش پیدا شد، باز دعا طلب کردند. بار رسول اکرم حضرت سعد ابن ابی وقاص خبرگیری رفتند و گفتند که اللهم اشفی سعدا، اللهم اشفی سعدا، اللهم اشفی سعدا. خدایا سعد شفا بده، خدایا سعد شفا بده، خدایا سعد شفا بده. من دعا میکنم خدا این برادرم حاجی عارف شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب و روزش بگردان. روز و شب پرهیز کن از صحبت آن بی نماز، زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده. زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده. تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. لعن شد، لعن گفته لعنت میگویند، لعن شد بر بی نمازان از خدای و از رسول. لعن شد بر بی نمازان از خدای و از رسول. هم ملائک، هم زمین، هم آسمان بر بی نماز. بی نماز خسته باشد تو برو پرسیش مکن. بی نماز خسته باشد تو برو پرسیش مکن. گر بمیرد بی نماز تو مکن بر وی نماز. در دوشنبه یک معرکه بود، اشتراک داشتیم. یک مولوی این مصرع‌های شعری را حضرت خواندند و گفتند که این ایجادیات مصلح الدین شیخ سعدی شیرازدین است، سعدی شیراز است. لیکن من در کتابی که این مصرع‌های شعری را یافتم و از یاد نمودم، در اون کتاب شاعرش میگوید معلوم نیست. لیکن برای ما کی این شعر را تصنیف کرده است، کی ایجاد کرده است، برای ما حاجت هم نیست، ضرورت هم ندارد، مگر که شاعر حقیقت را بیان کردند. مگر شاعر معنای آیت و معنای احادیث های پیغمبر را برای ما و شما در نظم در آوردند. میخواهم کمی در اطراف این مصرع‌های شعری با شما صحبت کنم، زیرا که تحلیل این مصرع‌های شعری هم از همین موضوع ما و شما عبارت است. ای برادر جهد کن تا تو نباشی بی نماز. ای برادر، ای شخصی که دعوا میکنی من الحمدلله مسلمان هستم، ای شخصی که میگویی اولاد اجداد من مسلمان است، پس نماز بخوان میگوید. آیا این امر شاعر است؟ نه، بلکه امر شاعر نیست، بلکه ما به تاریخ ورق میزنیم، به صحیفه می آییم که رسول اکرم در حجة الوداع بودند، حج آخران رسول اکرم، حجی که رسول اکرم بالای منبر برآمدند و به مردم چنان خطبه خواندند که میگوید چشمها پر از آب شد. در همان خطبه این گونه بلیغ رسول اکرم چی گفتند؟ اتقوا الله و صلوا خمسکم. ای مردم، ای امت اسلام، از خدا بترسید. این حج من آخران حج است. بعد این حج
من از این عالم فانی سفر میکنم به عالم باقی میروم، لیکن به شما یک نصیحت پیغمبرانه میکنم، از خدا بترسید و صلوا خمسکم، 5 وقت نماز ادا کنید. این امر شاعر نبوده است، بلکه امر پیغمبری خدا بوده است، بلکه امر خدای بوده است که باز محمد آفرید اقیم الصلاة اقیم الصلاة اقیم الصلاة. هر کسی قرآن خوان باشد ورق میزنی قرآن، در هر صحیفه اقیم الصلاة میاد، نماز بخوان نماز بخوان نماز بخوان. اگر من یک نفری را از این قوم پیش شما راست کنم و پرسم شما کجا ختم کردید، اگر گوید که من دانشکده عالی ختم کردم، من میگویم حجت داری؟ میبرارد دیپلم نشان میدهد، بله انا این حجت، این دیپلم دانشکده عالی است. من باور میکنم، میگویم تحسین به شما، آفرین به شما، نشین جا. لیکن آدم مسلمان باید حجت داشته باشد. کسی دعوا کند که من مسلمان هستم که باید حجتی نماز خواندن داشته باشد. دعوای او چی است؟ دعوای کذب نیست، بلکه دعوای حق است. زیرا وی من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کسی 5 وقت نماز خوان، پیغمبر گفتن که خوش به حالش که نجات یافت، دلیل دارد، دیپلم دارد از برای مسلمانیش. جهد کن ای برادر تا نباشی بی نماز. در دوام گفتن روز و شب پرهیز کن از صحبت آن بی نماز. روز و شب برادر عزیز میگوید از بی نماز، از صحبت او، از پهلوی او نشستن پرهیز کن، ننیشی. برای چی؟ برای چی شاعر من کردن؟ برای که پیرو رسول اکرم هستند. پیغمبر میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. این حدیث صحیح است، حدیث ترمذی روایت کرده است. رسول اکرم گفتند مرد در دین رفیقش است، مرد در دین رفیقش است، بایستان نظر کند که با کی رفیقی دارد، با کی رفیقی دارد، با آدم بی نماز یا با آدم با نماز، با کی رفیقی دارد. همنشین تأثیر دارد. المرء مع من احبه، حدیث دیگری پیغمبری خداست. انسان روز قیامت همراه شخصی است که در دنیا با او رفیق بود. کسی را در دنیا شما همنشینی خود قرار میدهین؟ کسی که همراه شما می نشیند روز قیامت و همراه شما سر می بردارد. آیا شما دوست می دارین که همراه بی نماز روز قیامت سر بردارین؟ دوست نمی دارین، زیرا که برای بی نمازان روز قیامت وعید است، عذاب است. رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. حذر کن از قرینهای دل‌آزار. ای مردم بیدار شوین، میگد مولوی. رفیقهای با نماز و رفیقهای جانی کم هستند میگوید. از این خاطر میگوید با آنها پیوست شوید. از این رفیقهای دل‌آزار که در دنیا شما را آزار میدهند، که در آخرت از اینها عذاب میکشین، از اینها دور باشین، دور باشین. حضرت تا حدی آمدن گفتن برو بیشین به نزد کژدم و مار، مرا بر نزد هر شیطان مکار. همون کژدم و مار که یکی از مخلوقهای بدترین هستند که انسان نش میزنند، شاعر میگوید، مولوی میگوید نزد همون رو، لیکن نزد شیطان مکار نرو. بی نماز صاحب کتاب ها شیطان میگویند. حتی شما اگر قصه ها را خوانده باشید، میگوید یک بی نماز با شیطان میگوید رفیق شدند و این بی نماز نشناخت که این شیطان است، زیرا شیطان خودش را در هر
صورت آدم تبدیل داده میتواند مگر در صورت پیغمبر خدا در آوردن میتواند. این حدیث پیغمبر است. باری میگوید با یک بینماز رفیق شد، از سحر تا شب همراه او سیر کردند. شب جایگاه خواب پرتافتن، خواستن که خواب کنند که شیطان از پهلوی این بینماز میگوید چیکار کرد؟ خودش را دور کرد و از او گریخت. این مرد بینماز فریاد زد، گفت ای رفیق، گفت کجا میگریزی؟ از سحر تا بگاه همراه من بودی، با ما انس گرفتی، من تو را دوست میدارم، کجا رفتی؟ گفت من رفیق تو نیستم، من شیطان هستم. من از سحر تا بگاه همراه تو بودم، لیکن نگاه کردم که 5 بار امر پروردگار تو ترک کردی. 5 بار میترسم که باز از کثافتی تو بینماز بالای من یک ضرر زیان نهایت از جانب خداوند. از این خاطر پهلوی من، یعنی من زیبنده پهلوی تو ندارم. گفت ای بینماز. این مولوی میگوید برو بینشین به نزد کژدم و مار، مرا بر نزد هر شیطان مکار. ز بوجهلان گریز ای یار احمد، اگر تو امت هستی بر محمد. حضرت میگوید این ابو جهل هستند، بینمازان پیرو ابو جهل هستند، از اونها شما گریزید اگر شما امت اساسی محمد باشید. این سخن شاعر حقیقتی داشته است. سخن شاعر معنای آیت بوده است، سخن شاعر معنای احادیث های پیغمبر خدا بوده است، سخن عزیزان ما و شما بوده است. و فراموش نکنید بینماز این جنایتکار است. چگونه که ما و شما کادکس جنایتی داریم در حکومت تاجیکستان، اگر مبادایی که خلاف این کادکس جنایتی ما و شما عمل کنیم، ما و شما را در محکمه سودی میکشند، حکم ما و شما را صادر میکنند، دستای ما و شما را میبندند و در زندان میپرتایند. برای که ما چیکار کردیم؟ قانون حکومت را ویران کردیم، قانون کادکس جنایتی را ویران کردیم. از این خاطر ما و شما را زندانی میکنند. آدم بینماز حکومت خداوندی را چیکار کرد؟ جنایت کرد. نماز نمیخوانه، فرمان پروردگارش نمیبره. خدا گفته ایستاد از اقیم الصلات، بنده خدا من تو را آفریدم، من بالای تو حکمران هستم، من بر تو نعمت دادم، چشمهای بینا دادم، دستهای گرا دادم، زن دادم، فرزند دادم، خانه دادم، ماشین دادم، میوه های شیرینی مرا تو خورده ایستاده ای. نماز بخوان. وقتی نماز نمیخوانیم آیا حکم خداوند اجرا نکردن ما جنایتکار حساب نمیخوریم؟ ما جنایتکار هستیم در نزد پروردگار. روزی می شود که ما و شما را پروردگار برای بینمازی در محکمه سودی خود میکشد، لیکن نه این گونه. این زندان ها خیلی خفیف هستند، خیلی ساده هستند و راحت زیاد دارند، لیکن خداوند به ما و شما در قرآن چی میگوید؟ سوره حاقه خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. این بنده بدبخت، این انسان بی نمازی که نماز نخوان، خذوه فرمان میدهد خداوند، به فرشته ها فرمان میدهد گیرید وی را، گیرید وی را، خذوه فغلوه. بعد گرفتن غل در گردن او اندازه. غل مثل یک بنده که در گردن یک چاروا، در گردن یک خر می اندازند، در گردن او یک غل اندازه. چیکارش کنین؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. گرفته جحیم برینش. برین همون دوزخی که در دنیا می گفتیم، ایرا کشاله کرده برین گفتن. خداوند امر می کرده است با همون فرشته های خود. ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. وقتی که جحیم بردینش چیکارش کنین؟ این را با 70 ذراع زنجیر آتشین بندش کنین. 70 ذراعش 35 متر زنجیر می شود.
حضرت صوفیان میگوید به ما خبر رسید که همان زنجیر از پس انسان داخته می شود، از دهانش برآورده می شود و همین 35 متر زنجیر آتشین در وجود آدم بینماز بسته می شود. برای چی اینقدر سخت بسته شود؟ تا که وی نجنبد، تا که عذاب بالای وی غلبه کند. این است امر پروردگار برای کسانی که در دنیا نماز نمی خوانند. شما یک آهن عادی را در بالای همین آتش های دنیوی گرم کنین، آیا قپیده می توانید؟ گفتی حضرت مولوی نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوزی گلخن؟ ای انسان تو کور نیستی، تو اگر افسوس که عقل نداری، اگر عقل می داشتی در پیش آتش است، گلخن است، اونجا ترا می سوزانند، اونجا ترا عذاب می دهند. برای چی؟ برای که تو نماز نخواندی. برای چی نماز نخواندی؟ خضوع خدا گفت، امر کرد به فرشته ها. چگونه فرشته ها؟ میگذاریم باز در دیگر آیت قرآن. علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یأمرون. علیها ملائکة غلاظ، خدا میگوید اون ملائکه هایی که شما را عذاب میدهند اونا غلاظ هستند، اونا زیشت روح هستند، اونا بیرحم هستند، و شما رحم نمیکنند. اون چیزی که امر میکنم امر مرا اجرا میکنند، با پاره از اونها خلاص نمیشوین شما. این از پروردگار شما، این از عذاب آدم بینماز. و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19. خدا در قرآن پاره 29 باز خبر میدهد ای مردم بیدار شو، من سقر میگویم. سقر چیست؟ دوزخ است. دوزخ سقر چی که دوزخ است؟ لا تبقی ولا تذر، از او کسی نجات نمییابد و گوشت و پوست شما را میخورد. خدا میگوید لا تبقی ولا تذر، عصبه های شما را میخورد، رگ و پیوندهای شما را میخورد. باز خداوند جانی دوباره به شما میدهد، باز در همین آتش شما را میپرتاید. علیها 19. خدا میگوید در دوزخ 19 تا ملائکه دارم که فقط عذاب میکنند. حضرت ثعلبی میگوید وقتی که یک ملائکه حضرت عزرائیل که جان تمام دنیا را گرفته تاند، پس 19 ملائک، این عددش خیلی زیاده هست که مردم را عذاب میدهند. اونها هم قدر قوت دارند که به تمام مردم زورشان برسد، همه مردم را عذاب داده تانند، همان مردمی که در دنیا نماز نخواندند. ای برادر جهد کن تا تو نباشی بی نماز، روز و شب پرهیز کن از صحبت آن بی نماز. صحبت بی نماز ترا کجا میبرد؟ ترا دوزخ میبرد. آدم بی نماز، گفته حضرت حافظ، هر آن کسی که نیست در این حلقه زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. آدمی که در دنیا نماز نمیخواند، حضرت گفتند من فتوای را، من مفتی بی نمازا ما هستم، گفت من فتوا میبرارم که نامرده با وی جنازه کنید که وی در قطار مرده ها است. وی آدم هلاک شدگی است. با آدم هلاک شدگی چگونه هم نشین شوید؟ چگونه رفیقی کنیم؟ زن مخواه از بی نمازان، زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. حضرت میگوید وقتی داماد خانه شما قدم زد، ای مردم ابله، ای پولداری و نپرسید، ای کسانی که شما عقلتان خوردین. رسول اکرم چی میگوید؟ برای ما و شما چی یک مدرسی بهترین داریم، چی معلم خوب داریم که از همه وضعیت ما و شما را بیرون میکند. افسوس معلم نشناختیم، معلم درس نمیگیریم. اون حضرت میگوید تنکح المرأة ل4، شما زنها را برای 4 چیز ای امتی من نکاح میکنین. 4 چیز، جوانا 4 چیز اهمیت میدهند، زنها را نکاح میکنند: لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها.
رسول الله گفتن یکم جوانهای بی عقلی هستند که مالدار سر میکنند. کجا یک مالدار است برای آنی که از مال او استفاده کنم، برای مالدار بدنش رفته او را نکاح کرده میگیرند. رسول اکرم در دوام گفتند ولی حسبها، بعض جوانهای هستند که نگاه میکنند پدر عروس چی کاره باشد، اگر میبیند در زینه های بلند باشد رفته دختری او را نکاح میکنند. رسول الله گفت بعضی از طایفه ها گفت این را گفت چیکار میکنند؟ این را برای خود درس قبول میکنند. سوم طایفه ها لجمالها، بعضی جوانهایی هست که جمال میکوبند، یعنی کجا یک دختری صاحب جمال است. ولی دینها، بعضی جوانهایی هست که دختری دیندار میکوبند. رسول الله گفت که من معلم شما هستم و من سرور شما هستم، فعلیک بذات دین طریبت یداک، دیندار بگیر دستی تو بالا می شود، خانه تو با برکات می شود وقتی اگر تو آدم دیندار بگیری. حضرت میگوید بین شما فقط دیندارها را سراغ کنین، وقتی همون جوانی که خانه شما داماد می شود پرسان کنین نماز میخوانی یا نمیخوانی، از نماز از وقت پرسان کن. النکاح رق فلینظر احدکم من یضع این یضع کریمته. رسول الله میگوید که نکاح رق است، نظر کنین که این میوه دل خودتان در دست کی میدهین، در کی داده ایستاده این. نظر کنین به اولاد همون شهر، به اولاد همون بچه نظر کنین، به همون جوان نظر کنین که این دختر در دست کی داده ایستاده این. حتی رسول الله گفتن من تزوج کریمته من فاسق فقد قطع رحیمها، کسی که اگر دخترش در یک آدم فاسق میدهد، کسی که اگر دخترش در یک آدم بینماز میدهد، همچنان است که بین فرزندی و پدری را بریدگی باشد. زن مخواه از بینمازان، نیز بیواد زن نده تا نگردی دوزخی از شومی آن بینماز. این است توصیه معلم ما و شما، این است خاص حضرت شاعر که من برای شما این گونه تحلیلش کنم. ان الله تعالی يحتج بأربعة انفس على أربعة اجناس من الناس. پیغمبر خدا گفتن روز قیامت خداوند با 4 نفر 4 گروه را متهم می سازد. 4 نفر 4 شخصیت قطعی با 4 پیغمبر 4 گروه را خداوند متهم می سازد، زبان کوتاه می گرداند. علی الاغنیاء بسلیمان علیه السلام، بایها را راست می کند، بایهایی که در دنیا نماز نخواندند و دولت و سهولتشان سبب شد و اونها را نگذاشت که اونها نماز خدا را بخوانند، اینها را راست میکرد، از خداوند میپرسید است چرا نماز نخواندی؟ این شخصی با دولتی که بی نماز از دنیا گذشته است میگفته است، چی میگفته است؟ میگفته است پروردگارا ملکی زیاد داشتم، دولتی زیاد داشتم، بی نهایت دولتم هیچ حد کنار نداشت، از این خاطر به حساب امونها وابسته بودم، با دوادب امونها وابسته بودم، نماز نخواندم. پروردگار حضرت سلیمان میخیزاند، میگوید ای شخصیت، ای کور، ای ابله، تو مثل حضرت سلیمان مال داشتی؟ حضرت سلیمان چنان مال داشت که اگر تمام طبقه های همین زمین اگر می خرید تا حال پول او رسنده بود، لیکن بازم این در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود که این آدمی با دولت چی می شده است؟ متهم می شده است، زبان کوتاه می شده است. و علی العبید بیوسف علیه السلام، بنده ها، کسانی که خدمتگار آدم های با دولت هستند، غلام ها خیزانده می شوند چرا نماز نخواندی؟ می گفت از پروردگار من غلام بودم، من به خودم سرور و مولا داشتم، من وقت نیافتم که عبادت کنم،
حضرت یوسف پروردگار نزد این غلام حاضر میکند، میگوید یوسف هم غلام بود، در دست عبدالعزیز، در دست زلیخا این غلام بود، لیکن عبادت خدا را ترک نمیکرد. این بانه شما برای شما دستگیر نمی شود. و علی المرضى بی ایوب علیه السلام، آدمانی که در حالت بیماری نماز نمی خوانند بی نهایت زیاد است. اینها را وقتی خداوند زنده میگرداند و میپرسد چرا نماز نخواندی، میگوید پروردگارا من بیمار بودم، من نتوانستم، از جای خود خیستن نمیتوانستم، پام کار نمیکرد، دستم کار نمیکرد، بدنم شق شده بود، فلج بودم، از این خاطر من نماز خواندن نتوانستم. پروردگار حضرت ایوب میارد، میگوید ایوب بیمار بود. راویای کتاب میگویند حضرت ایوب 18 سال بالای ریگ خواب بود. 18 سال بیمار بودن، از جای خود خیستن نمیتونستن، لیکن بازم این دعا میکردم پروردگارا تمام بدن من اگر درمند باشد من راضی هستم بجز زبان من، خدایا زبان مرا بسته نگردان تا که در یاد تو باشم. 18 سال بار عائلش گفته ایوب، گفت تو پیغمبر خدا هستی، دعای تو خدا میشنود، دعا نمیکنی که خدا به تو شفا دهد. حضرت ایوب گفتن ای زنک، گفتن چند سال راحت دیدم؟ گفتن 80 سال بالای راحت بودی. سال شد. گفت به خدا قسم، گفت من از پروردگار خود شرم دارم طلب شفا کنم تا زمانی که اگر 90 سال بیمار نشوم، تا اگر 80 سال بیمار به سوی خدا نشوم که راحتم با بیماریم برابر نشود، من از خداوند شرم دارم طلب شفا کنم. خداوند مریضها را میگوید شما مثل ایوب بیمار بودید. امروز اکثریت مردم ما در حالت بیماری نماز نمیخوانند، در بیمارخانه ها که بالکل نماز نمیخوانند. صاحب مسلک خدا رحمتش کند میگوید گر عقلی ولد شود بیرون، اگر زنی که نیمی فرزند برآمده است نیمی فرزند نبرآمده است، میگوید بین اگر فرزند از وجود زن جدا شود اینجا حکم نفاس میدهند، یعنی تا 40 روز اگر این زن خون میدیدگی باشد تا 40 روز نماز از گردن این زن ساقط میشود. لیکن حضرت مولوی صوفی اللیار میگوید که اگر نیمی فرزند برآمده است نیمش نبرآمده است، اینجا چی صورت است؟ نماز ببینین، مهم بودن نماز ببینین. گر عقلی ولد شود بیرون، نکند ترکی نمازش چون، نگذارد اگر نمازش این عاصیه می شود علی التعیین. اگر نیمی فرزند برآمده است نیمی دیگر در وجود زن قرار دارد، اگر وقتی نماز شد میگوید باید که نماز شخواند. اگر این زن در همین حالت نماز نخواند عاصیه می شود علی التعیین. با تعیین روایت همین است که وی در نزد خدا عاصی و رسیا است. ورطه خود حفیره سازد، آن ز یک حفیره خود اندازد، تا نرسد زیان به فرزندش این حفیره از آن سبب کنندش. گفتن صورت مسئله این گونه هست که این زنی که نیمی فرزند برآمده است نیمی فرزند نبرآمده است باید در زمین نشیند، در زیر خود میگوید یک چقوری کند تا که در حالت نماز که مبادا کمی فرزند تولد شد، یعنی به یگان آسیب و ضرری نرسد در پیش همین زن زند، ولیکن نماز کنده نکند، نماز دوام دهد. وقتی در این خیل حالت نماز فرض باشد، پس چی جای این سردرد و این فشار خون و
این دامنه و دیگر کسل‌هایی که در ما و شماست. در بیمارخانه هم وظیفه همه ما و شما چی است؟ نماز فرض است. اگر چهره ما طرف قبله هم که نباشد، اگر روی ما اون طرف هم که باشد، اگر جایگاه خواب ما بی نماز باشد، اگر لباس بدن ما بی نماز هم که باشد، با اشاره باید نماز خوانیم در داخل بیمارخانه. اگر کسی نباشد که به ما یاردم کند، اگر یاردمچی باشد با طریق اولا در گردن ما و شما نماز فرض است. اگر در این خیل صورت صاحب مسلک میگوید، کسی گوید که در این خیل حالت در گردن من نماز فرض نیست، وای کافر میشود میگوید، زیرا حکم خدا را چیکار کرده است؟ وای انکار کرده ایستاده است. با آدم های بیمار خداوند روز قیامت حضرت ایوب دلیل میکرده است که چرا نماز نخواندی؟ ایوب که بیمار بود نماز میخواند. و علی الفقراء به عیسی علیه السلام. لیکن آدمای فقیر، آدمایی که فقیر بودند، آدمایی که کم بغل بودند در دنیا، اینها وقتی که خیزانده میشوند و از اینها پرسیده میشود، اینها میگویند که ما پروردگارا گرسنه بودیم، فقیر بودیم، نادار بودیم، از سحر تا بیگاه در دکان نشستیم که یک سوم برای زندگی پیدا کنیم. خداوند حضرت عیسی را می آورده است، می گفته است حضرت عیسی چنان فقر داشتند، چنان کم بغلی بودند که از دنیا گذشتگی در هیچ اشیای زندگی از پسش میراث نماند. حتی یک کاسه از خاندان حضرت عیسی میراث نماند، هیچ چیز در زندگی نداشت. خداوند میگوید عیسی اینقدر فقیر بود، اینقدر نادار بود، لیکن نمازش میخواند. فقیرها را در اونجا با حضرت عیسی متهم میسازند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس بما كسبت رهینه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. خداوند چی میگوید؟ میگوید روز قیامت به همه ما و شما خطاب دارد. شما در عمل خودتان در گرو هستید. شما در گرو هستید. یعنی ما و شما میگیم در مثلی که با کلمه های روسی میگوین زلاژدیک میگوین، یعنی شما در گرو هستید. یعنی زلاژدیک تحلیلش چی میشد؟ گرو میشود. شما با عمل های خودتان در روز قیامت در گرو هستید. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، مگر کسانی که در دنیا عملی صالح داشتند، مگر کسانی که در دنیا نماز داشتند، مگر کسانی که در دنیا دلسوز اسلام بودند، اینا در کجا هستند؟ اینا در جنت هستند. و اینها چیکار میکردند؟ آدمای با نماز از جنت استاده عذاب دوزخی ها را می دیدند و می گفتند ما سلککم فی سقر. در همون دنیا ما و شما همین برادرهایی که به نماز داریم در همین تاجیکستان ما و شما زندگی میکنن، اینها را ما و شما میشناسیم. همون رفیقای داریم که به نمازن، وقتی در دوزخ میبینیمشان اینها را میشناسیم. بعداً چی میگویم؟ ای فلانی ما سلککم فی سقر، چرا تو در پهلوی من در جنت نیستی؟ چرا تو در دوزخ هستی؟ و چی میگوید؟ قالوا لم نکو من المصلین. ای برادر عزیز، خوش به حالت که تو آدمی با عقل بودی، خوش به حال تو که تو آدمی خیلی با فیض بودی. این سبب دوزخی شدن ما لم نکو من المصلین، ما نمازخوان نبودیم، ما در دنیا نماز نمیخواندیم. از این خاطر امروز خداوند ما را عذاب سخت‌ترین که این وارد شدن دوزخ است در دوزخ جا کرد. ولم نکن نطعم المسکین. یکم جنایتی که داشتیم در دنیا بی نماز بودیم.
دوم جنایتی که ما را خداوند با سبب او وارد دوزخ کرد. ولم نکن نطعم المسکین، ما مسکین ها را طعام نمی دادیم. پول داشتیم، مال داشتیم، ماشین های زیبا داشتیم، خودمان راحت میکردیم، خودمان کازینو ساز میکردیم، خودمان جای پیوه فروشی کشاده میکردیم، جای عرق فروشی کشاده میکردیم، جای دیسکتیک میکردیم که خواهرای مسلمان بی دین و بی فراست و بی حیا میکردیم، راحت میکردیم. لیکن به مسکین ها تماما رحم و انصاف نداشتیم، بلکه اونها را طعنه میکردیم. مثل بعضی از ابله‌های هستن که میگوید کمبغل از حساب بیعقلی کمبغل میشود. چرا وی کمبغل شد؟ بعضی ابله‌ها هست، بعضی آدم‌های هستن که از حد گذشتند، بعضی آدم‌های هستن که مغرور شدند، میگوید کمبغل از پیش خود کمبغل میشود. و خدا کمبغل نمیکند. انسان سرکش یقین بدان پیغمبر تو میگوید الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء ب500 سنه. همین تو آدم بای، همین تو آدم مغرور در یک گوشه ایستادگی هستی. همین فقیرهایی که در دنیا شما با اونها رحم نداشتین 500 سال پیش از شما راحت جنت میبینن، وارد جنت میشوند. این سخن پیغمبر ما و شماست. باید که ما غمخوار مسلمان باشیم. ما باید که این پولی که خدا به ما داده است از این در بیزنسی بهترین نیست، این تجارتی بهترین است وقتی که تو در یک برادر صدقه میکنی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه های کرام بود و بسیار با دولت بود، بسیار با دولت بود. صحابه ها گفتن ای عبدالرحمن، حدیث پیغمبر را شنیدی که پیغمبر خدا گفتن لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40. روز قیامت تو قدمت از قبر کندن نمیتانی تا 4 سوال را جواب نگویی. یکم چی بود؟ ان عمره فيما افنا، این عمر در کجا صرف کردی؟ از این سوال میشوی. ان علمه فيما فعل، علمی که خدا بر تو داد در کدام راه صرف کردی؟ و عن ماله من این اکتسبه و فيما انفقه، از مال پرسیده میشه از کجا آوردی مال و در کجا صرف کردی مال. و عن جسمه فيما ابلاه، از این دست و پا پرسیده میشه اینها را در کدام راه کونه کردی، در کدام راه این دست و پا را مانده کردی. عبدالرحمن گفت با حدیث بسیار توجه کن که از عمر یک بار پرسیده میشده، از علم یک بار پرسیده میشه، از جسم یک بار پرسیده میشه، لیکن از مال 2 سوال است. از کجا پیدا کردی، در کجا صرف کردی، 2 سوال میشد است. عبدالرحمن تو مالی زیاد داری، نزد خدا چی جواب میگویی؟ عبدالرحمن گریان شدن. عبدالرحمن که نشستن و از جا خیستنش عبادت بود، گریان شدن. گفتن نسبت من یگان خوفی نکنین و دلسوزی هم نکنین. عبدالرحمن وقتی که سحر روز می شود 100 تنگه در راه خدا خیر میکنه. باز بیگاه که می شود خدای عبدالرحمن به عبدالرحمن 1000 تنگه می دهد. چی جای گناهش است؟ من چنان تجارت با خدا دارم، 100 در راه خدا میتم، بیگاه 1000 از جانب خدا میگیرم. چی جای عیب و چی جای گناهش است؟ خوش به حال همون برادرانی که دولت دارن و با خدا تجارت میکنن، در 100 میگیرن. خوش به حالتان. حضرت گفتن به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز بدن حسرت خوری. میتونی همون قیامت و راحت بهشت در همین دنیا ای آدم پولدار بخری. بخر میگوید حضرت سعدی، ورنه حسرت خوری. چنان حسرت میخوری، چنان پشیمان میشه که دیگر پشیمانی سودی نداره. حکایه ها دم یارد که یک جوان دستش خشک بود، خشک شدگی بود، دستش قاق شدگی بود. از او پرسان کردند چرا دستی تو خشک است؟ گفت این یک قصه دارد، بسیار قصه علم آوری هست. گفتم برای ما حکایت کن.
گفت وقتی پدر و مادر من از دنیا گذشت، شب مادرم خواب دیدم که در دست مادرم یک دنبه گوسفند بود و آب می گفت. کسی به او آب نمی داد. وقتی تشنگی بر بالای او غلبه می کرد، در حال همون دنبه گوسفند را یک زبانش می برآورد و می لیشت. نگاه کردم، دلم به مادرم بسیار سوخت. به پدرم نظر کردم، پدرم از آب سرشار است. هیچ گرسنگی و تشنگی بالای پدرم نیست. گفتم پدر عزیز، مادرم در یک حالتی خیلی ناخوبی هست، چی خوب می شود در یک ظرف برای من آب دهی تا که به مادرم تسلیم کنم. پدرش می گوید یک ظرف داد پر از آب در دست من دادن، این در عالم خواب است. خوابم حقیقت دارد. می گوید در دستم ظرف آب گرفتم، نزد مادرم آمدم، به مادرم دادم، مادرم نوشید. برابر نوشیدن صدای آمد که کیست آن شخصی که با این زنی بخیل آب داده است؟ این زنی بود در دنیا که مالدار بود، ثروتدار بود، به کسی چیزی نمیداد به جز همین دنبه گوسفند در یک مسکین صدقه کرده بود که امروز در دست او ما دادیم. کیست آن شخصی که با این مادر بخیل آب داد؟ میگوید من صدا دادم که من هستم، فرزند او هستم. صدای آمد که پروردگار را دستی تر خشک بگرداند. بیدار شدم، دستی من خشک است. تا حال دستی من خشک است، یعنی دستی من تا روز قیامت فکر میکنم که صحت نمی شود، زیرا دعای ملائکه در حق من بود. برای کی؟ برای آدمی که بخیل باشد. دوست می‌دارم که امروز برادرایی که ثروت دارند، مال دارند، مسکین ها را یاردم کنین، مسجد ها را یاردم کنین، عالم ها را یاردم کنین، طالب علم ها را یاردم کنین. انشاءالله این فخر هم دنیا و هم قیامت شماست. با پول داشتن و با مال داشتن ننازین که خداوند با مال و پول شما را نظر نمی کند، مگر عمل و دل شما را نظر می کند. عزیزان ما و شما با دنیا محبت نداشتند، با دنیا اینقدر حریص نبودند. عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز که ایرا عمر ثانی میگویند، نبیره های حضرت عمر است که یک زمان خلافت کردگی هست، یا حکایه میارد. میگوید همین عمر ابن عبدالعزیز پادشاه بودند، در خلافت نشسته بودند. مادامی که به دنیا هوس نداشتند، دنیا جمع نمی کردند، بار میگوید به خانش آمد. هرگاه حضرت عمر ابن عبدالعزیز نماز خفتن در مسجد جماعت میکرد و بعد به خانش می آمد. یک بار میگوید آمد همون حجره که زنی او همراه دخترهای او نشسته بود، همون حجره در آمد. بناگاه تمام دخترهای او دستهای خودشان در بالای دهان خود محکم کردند و از همون خانه‌ای که پدرشان در آمد بیرون شدند. حضرت عمر ابن عبدالعزیز حیرت ماندند. گفتند ای زنه، گفت ای مادر فرزندها، چی شد که امروز دخترهای من دهان خود پوشیده کردند و از نزد من پریشان شدند؟ گفت حضرت عمر، امروز در خانه تو بجز پیاز چیزی نبود. ما همون پیاز آب در جوشانیدیم و با این دخترهای تو دادیم. دخترهای تو تناول کردند. پیاز که بوی بد دارد، اون نخواستند که از بوی بد دخترها مشام پدرشان ناراحت شود. از این خاطر اونها از این خانه را ترک کردند که پدر مانده شدگی است، در خلافت نشستگی هست، آمده بعد این قدر ماندگی با از بوی بد دهان ما با او برسد، گفته از این خاطر گفت خانه را ترک کردند. عبدالعزیز میگوید گریان شدند و خیسته به نزد دخترها رفت. گفت دخترای عزیز، گفت من نمیخواهم که امروز گفت شما را لباسی زیبا پوشانم، من نمیخواهم که از هر راه برای شما گفت آذوقه تامین کنم، شکمهای شما را سیر کنم و
فردای قیامت صدا شود که عمر ابن عبدالعزیز را به دوزخ برید. اینا گفت من نمیخواهم. دخترهاش میگوید داد و فریاد زدن، گریه کردن. گفتم پدر هر حالتی که باشد ما چی هستیم؟ ما طاقت کننده هستیم، ما صبور هستیم به سوی پروردگار. در حق شکم ما و در لباس ما هیچگاه غمخواری نکن. هر چیزی که از وجه حلال باشد همون برای ما تأمین کن. این بود قصه عزیزان ما و شما. از این خاطر مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. این صدای پروردگار ماست. آن کسانی که در راه خدا خیر احسان میکنند به منزله یک دانه هست که در زمین پرتافته می شود و این دانه 7 خوشه تولد میکند. هر خوشه 100 دانه دارد. پروردگار شما با از این دم شما را میگه زیادتر میدهد. یعنی در یک دانه شما خداوند 700 به شما عوض میدهد. بگذار با خدا شما تجارت کنید، انشاءالله مالی شما شکسته نمی شود، آبروی شما در نزد خداوند بلند می شود. دوم صورتی که ما را دوزخی گردانید ولم نکن نطعم المسکین، ما کسانی بودیم که در دنیا به مسکین ها غمخوار نبودیم. سوم چی؟ سوم ما پیغمبری خدا را مذاق میکردیم، پیغمبری خدا را مسخره میکردیم، میگفتیم این ساحر است، این جادوگر است، این دیوانه است. این سوم حالتی که ما را وارد دوزخ کرد. و چهارم چی بود؟ چهارم ما روز قیامت این کار میکردیم که قیامت هم آمدنی نیست. حتی اتانا الیقین، تا زمانی که این مرگ بالای ما هجوم کرد الحال فهمیدیم که دیگر ما از این دوزخ نجات نداریم. بین یک حالتی که انسان دوزخی می شده است، این سببش چی بوده است؟ سببش بینمازی بوده است. کسی اگر در دنیا بینماز است البته به البته مکافاتی و دوزخ است. دوره های موسی را برای شما یادآوری میکنم، شاید این قصه باشد که آخران از این جمعه ما و شما می شود. روی ان امرأة جاءت الى موسى عليه السلام وقالت يا موسى إني أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت إلى الله تعالى فادع الله أن يغفر لي ذنبي. شمس الدین ذهبی در کتاب کبایرش میآورد، میگوید زمانهای حضرت موسی بود، یک زن نزد حضرت موسی آمد. موسی بسیار با هیبت پیغمبر بود. آمد گفت ای موسی، گفت من گفت یک گناهی بسیار بزرگی را انجام دادم، لیکن وقد تبت الی الله تعالی، بعد گناه را صادر کردن باز به خود آمدم، به سوی همان پروردگار خود توبه کردم. فادع الله ان یغفر لی ذنبی، با صدای تو را پروردگار میشنود. ای موسی دعا کن که خداوند گناهی مرا بخشیده بگرداند. چه زنهای مسلمانی بود. امروز زنهای مسلمانی ما و شما گناه میکنن میخندن، گناه میکنن پروا ندارن، لیکن اون زنها خوشبخت زن بودن که گناه کردن باز پشیمان شدن. امروز خواهرای ما و شما خود برای گناه کردن دلیر هستند. ما اونها را از گناه باز میداریم، اونها خود میگویند که نه ما گناه میکنیم، حالا که وجود نازک اونها طاقت عذاب خدا را ندارد. حضرت موسی حیرت دماندن، گفتن من ذنبک، چی گناه کردی؟ قالت اینی زنیت و ولدت من الزنا ثم قتلته. گفتن موسی، گفتن اولا شرم دارم، لیکن چیکار کنم؟ زنا کردم، بعد زنا حامله دار شدم. وقتی که حامله من تا چنده که نمایان شدن گرفت،
من از همسایه‌داری و از دوگانه های خود شرم کردم و در یک گوشه پنهانی رفته این تولد کردم و با دست خود قتل کردم و نابودش کردم. حضرت موسی چه گناه عظیمی کردم، از پروردگار دعا کن که خداوند مرا ببخشد. حضرت موسی غضبناک شدن، گفتن یا فاجره اخرجی لا تنزل من السماء نارا فتحرقنا بشومک. گفتن ای فاجره، ای بدبخت، ای ناسپاس، ای زنی که از عذاب خدا نمی ترسیدگی، از نزد من گفت درو بیرون شو تا که از شومی تو، از این کثافتی تو باز آتش از آسمان نریزد و من که پیغمبری او هستم در عذاب گرفتار شوم. این زن وقتی که سیاست حضرت موسی را دید، در حال نزد موسی را ترک کرد و بیرون شد. حالا که وی با یک دلی شکسته آمده بود، وی در اصل توبه نصوح کرده بود، توبه فریب نداشت. در حال خدای مهربان، خدایی که 100 سال گناه میکنی با به درگاهش زاره میکنی میبخشد. در حال جبرائیل روان کرد، گفت رو به موسی خطاب کن لما رددت تائبه. رو به حضرت موسی بگو این زنی که از صدق توبه کرده بود چرا از نزد خودش راند وید؟ چرا وید بخشش او را طلب نکرد؟ چرا نزد خداوند دعا نکرد؟ اما وجدت شرا منها. بعد این با حضرت موسی بگو که آیا میداند که باز از این زنی که زنا کرد، این زنی که حامله‌دار شد، با دست خود این طفلی بیگناه را قتل کرد، از این دم باز پسترین شخصیت وجود دارد؟ میداند؟ وقتی حضرت موسی این شنید از جبرائیل حیرت دماند، گفت من هو شرا منها. جبرائیل گفت این قدر گناه عظیمه که این زن کرده است، از این دم دیده باز پسترین شخصیت وجود دارد؟ گفتم بله، پروردگار تو میگوید که هو تارک الصلاة، وی بی نماز است. از این زنی زناکار، از این زنی بی حیا، از این زنی که با دست خودش فرزند خودش قتل کرد، از این دیده با آدم بی نماز قدرش پست است. این از حکم آدم بی نماز در اسلام. کاری کنیم که فخر قیامت باشیم، کاری کنیم که رسول اکرم در خجالت نمانیم. یک صحابه پیغمبر ربیعه بود، ابن کعب الاسلمی بود. باز چی میخوای؟ باز در حق دعا کنم؟ فقال هو ذاک. پیغمبر هیچ چیز نمیخواهم بجز همنشینی تو در قیامت، فقط میخواهم رفیق تو در جنت باشم. رسول الله چی گفتن؟ فعینی علی نفسک بکثرت سجود. ربیعه گفتن اگر خواهی که در جنت همراه من باشی، در دنیا مرا یاردم کن. گفت چی یاردم کنم؟ گفت نماز زیاد بخوان، نماز زیاد بخوان، تو روز قیامت همراه من هستی. من سجد لله سجدة رفعه الله بها. کسی که در دنیا سجده میکند، پیغمبر خدا میگوید خداوند درجات او را در جنت با سبب این سجده بلند میبردارد. و حتی عنها بها خطیئة، باز با سبب این سجده ها خداوند کلی خطاهای او را میبخشد. با سبب نماز، با سبب خم کردن، این بی نهایت نیک است نزد پروردگار. وقتی شما تعظیم میکنین، سر در همون بالای خاک بگذارین و میگین پروردگار سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعظیم، خدا درجات تو را در قیامت بلند میکند. برای من فکر میکنم که فخر دنیا نه، بلکه برای ما فخر عقبا لازم است. عز دنیا بمال و عز الاخره بصالح الاعمال. حضرت عمر گفتن اگر کسی میخواهد در دنیا عزت بیابد پولدار باشد، لیکن کسی خواهد که در آخرت سربلند باشد، عملی صالح داشته باشد، نماز داشته باشد، ان شاء الله عزتش در دنیا بلند میشود. خدای مهربان
کنه، صراط المستقیم هدایت کنه. و خدایا محبت نماز را در دل ما باز هم زیادتر جایگیر بگرداند و خدای مهربان در دل آن برادرهایی که نماز نمیخوانند محبت نماز جایگیر بگردان. و خدای مهربان این جمعیت ما را، کسانی که از راههای دور آمدند، در هر قدمشان حسنات پروردگار را کتابت بفرما و کسانی که از راههای نزدیک آمدند مراد و مطلوب هاشون پروردگار را حاصل بگردان و تا جمعه دیگر این جمعیت ما را در حفظ امان خود نگه بدار. آمین یا رب العالمین. برادرمان حاکم در حق پدرشون شاه سفرов که میرزا شریف که در این جمعیت ما و شما نماز میخواندند گفتن در حق ایشان دعا کنیم. از آن جمله در حق بابای حاجی ارگش خی ارگش که از دنیا گذشتن، فرزندشانم، گفتن در حقشان دعا کنیم. و برادرمان نورعلی هم از همین محله برای همین تأمین مناره سوم دادند و در صندوق خیریه هم یعنی خیر احسان کردند و یک برادر دیگرمان هم برای همین تأمین مناره یعنی سوم جدا کردند. و این البته دائم در حق اگر حاجی خالف هم که دعا کنیم کم است که پیوسته این حاجی بابا را یاردمش در مسجد ما زیاد است و دیگر حاجی هایی که در اطراف بابای حاجی هستند، همه اینها که یک اساسگزار و دستگیر این مسجد ما و خود ما هستند، در حق همه اینها دعا کنیم که خدا گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگرداند و خیر احسانهاشون خدا به درگاهش مقبول بگرداند و این تجارتی که اینها به خدا کرده ایستاده اند خداوند آن وعده ای را که کرده است و این بندگانت خدای مهربان نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. داملای محترم، هیچ وقت کمی را نبینید. اولا از حق و بعدا از این جماعه مسلمین دعا طلب حسن در حق فرزند من دعای خیر کنید که انشاءالله پیشی کارش کشاده گردد، خدا از شما راضی گردد. پدرش با احترام، خدای مهربان کدام فرزندی باشد خدا در جمعی کارهایش کشایش نصیب بگردانی و همه مشکلاتش خدا آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. این سوالا را انشاءالله بعدا جواب میگیم. سوالم خیلی زیاد شده است، انشاءالله جوابهاشون جمعه آینده هم انشاءالله. الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والصلاة والسلام على رسوله قال في ختابه صلوا كما رأيتموني أصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا قدم هر یک پدران و برادرانی که به این مسجد زدن خیر و مقدم میگویم و همه شما را به این روز بندگی خدا، به این روز جمعه تبریک و تهنیت میگویم. و پیش از آنی که با همراهی شما در آغاز این صحبت دعا کنم، اولا میخواهم دعا را از تعلیماتی که رسول اکرم به عباس فرزند عبدالمطلب دادن از دعای اون حضرت شروع کنم. عن ابي الفضل عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال
قلت یا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال صلى الله العافية. عباس فرزند عبدالمطلب میگوید بار نزد حبیب خدا رفتم، نزد این سرور کائنات رفتم، نزد این بهترین موجودات و مخلوقات رفتم و گفتم ای حبیب خدا برای من یک دعای تعلیم کن تا که دعا کنم و این دعای من پسند پروردگار آید. چی دعا هست؟ رسول اکرم گفتند از پروردگار عافیت طلب کن. فمکثت ایاما. عباس میگوید از بین چند روز گذشت. ثم جئت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. باز نزد پیغمبر آمدم. فقلت یا رسول الله علمني شيئا اسأله الله تعالى. قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله العافية في الدنيا والآخرة. از بین چند روز هم که گذشت عباس میگوید خواستم که باز یک تعلیمی نو گیرم. گفتم ای پیغمبری خدا برای من یک دعای تعلیم کن تا که از پروردگار همون دعا را سوال کنم. رسول اکرم گفتن ای عباس ای عمکی پیغمبری خدا. عباس این عمکی پیغمبر بودن. ای عم رسول الله صلی الله علیه و سلم از پروردگار در دنیا و در آخرت فقط عافیت را طلب کن. میخواهم من هم از این عافیت همراه شما دعا کنم و به سمع شما میرسانم که عافیت چی معنا دارد. عافیت این سلامتی بدن است. از هر گونه مریضهایی که در بدن ما پیدا می شود پیشگیری و یا پیغمبر خدا به عافیت گفتند و خدا برای سلامتی بدنتان دعا کنید. و دیگر معنای عافیت این است که عفو گناه بنده در دنیا و در آخرت معنا دارد. از این خاطر به حرمت این تعلیم پیغمبر خدا از برای عم خود عباس دستی به دعا می برداریم که خدای مهربان سلامتی این قوم و جمع ما را تا دم آخر خدایا نگه بداری و خدایا از هر گونه بیماری ها این جمعیت ما را خدایا محافظت بکنی و خدایا این بندگانی که در خانه تو نشستند انک عفو تحب العفو فاعف عنا. خدایا تو بخشیدن دوست می‌داری، مغفرت را دوست می‌داری. ما بندگان آلوده عصیان هستیم، آلوده گناه هستیم. خدایا با این صفت خود جمیع گناه‌های ما را عفو بگردان، مغفرت بگردان و خدایا بدنهای ما را به سوی گناه کردن جسور مگردان و خدای مهربان به سوی گناه کردن در جسدهای ما را صابر بگردان تا که به گناه مبتلا نگردیم. و خدای مهربان اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون و سیء الاسقام. خدایا از کسلی که پیغمبر دعا کردن، از کسل سفید شدن پوست، از دیوانه شدن، از هر گونه زخمهایی که در بدن میبراید رسول اکرم پناه طلب کردند. ما هم به سوی تو ای ذات پاک پناه طلب میکنیم از جمیع این بیماری هایی که الحال ذکر شد. و خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری های این قوم جمع ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی.
و خدای مهربان مسافرهای این جمعیت ما را صحت و سلامت به خاندان برسانی و محبت این مردم تاجیکستان را نسبت ذات خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآن و اسلامت خدایا باز هم زیادتر بگردانی و سروران این حکومت جمهوری ما را خدای مهربان توفیقشان رفیق بگردانی، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایتشان کنی و عمرشان دراز و جمیع عملهای نیکشان خدای مهربان برآورده بگردانی. آمین یا رب العالمین. خداوند مغفرت کند اون برادرانی که از راههای دور به این مسجد ما و شما حاضر می شوند. حتی بعضی از برادرانی که من سحر یک برای نظارت تازگی این مسجد ساعت 8 این مسجد می آیم، بعضی برادرها از ساعت 8 همینجا نشستگی هستند. خدای مهربان قدمهای اونها را قدمهای مبارک بگرداند و خداوند در هر قدمشان گناهاشون خدای مهربان مغفرت بگرداند. آمین یا رب العالمین. چگونه ای که به همه شما معلوم است، دو جمعه ما در باب فضیلت نماز صحبت کردیم و خبر دادیم که کسانی که در دنیا نماز میخوانند چی با سعادت انسانها بودند و چی بهترین هدیه و مکافاتهای همراه خود و دنیای بقا می بردند. رسول اکرم میگوید تکون صلاة العبد عند المحشر تاجا علی رأسی و نورا علی وجهی. این نمازهایی که شما ای بندگان میخوانید در روز قیامت در بالای سر شما اینها قصابه میشوند. اینها در بالای سر شما این نمازهای خواندگی شما به تاج مبدل میگردند و در چهره های شما این نمازهای خوانده شما به نور مبدل می شود. حتی در روز قیامت این تاجهایی که از نماز و این چهره های سفیدی که از نماز درخشان هستند، قسم به خدا در روایت کتاب می آید که آفتاب از این روشنی در خجالت می ماند. روشنی آفتاب در روشنی نوری چهره آدم نمازخوان و تاج آدم نمازخوان در خجالت می مانده است. می گفت از من دم روشنتر باز نور وجود داشته است. خوش به حال همون برادرانی که پیروی نماز شدند، نماز در دنیا قدر کردند و نماز را ادا کردند. و دو جمعه دیگر هم در باب بی نمازی صحبت کردیم و گفتیم چی بد سعادتی هست آن کسانی که در دنیا نماز نخوانده از دنیا میگذرند. چی بدبختی و چی خجالت اونها را روز قیامت منتظر است. آدمی بی نماز کو در دنیا هم قدر ندارد، لیکن در آخرت دیده بی قدرترین مخلوق، بی قدرترین انسان در همون محشرگاه شخصیتی بوده است که در دنیا نماز نمیخوانده است. از بس که بینمازی امروز خاندان اکثر مسلمان ها را که فرا گرفته است، من خواستم باز یک جمعه دیگر در باب بینمازی همراه شما صحبت کنم و خدا خواسته باشد شاید با همین جمعه ما و شما این موضوع نماز و بینمازی را پوشیده اعلان میکنیم و به هر کس حواله میکنیم آن چیزی را که آنها به گوش خود گرفتند. و الحمدلله که ما از این مسئولیت خلاص میشویم و فردا روز قیامت در پیشگاه هیچ کدام شما ان شاء الله من جوابگر نیستم، زیرا آن چیزی که حقیقت است من برای شما خبر میدهم. نوابسته و انسان در کدام زینه نباشد، در کدام منصب نباشد، من برای شما همه اونا حقیقت از آیت ها و از احادیث های پیغمبر
خبر دادم. نماز روایتی هست که حجتون افضل من الدنیا و ما فیها. یک روایتی هست که انسان وقتی که حج میکند ببینین چند قدر اذیت دارد، چند قدر خراجات ها دارد، چند قدر مشکلات بدنی دارد. آدم وقتی که حج میکند روایت دمی آید که یک حج بنده بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیاست. یک حج قدرش، قیمتش از دنیا و آن چیزی که در دنیاست از همه این دیده بالاتر است. لیکن در دوام این روایت و صلات فریضة خیر من الف حجة، یک نماز فرضی که شما میخوانید، یک نماز شما در یک روز شما 5 نماز دارید، یک نماز شما در نزد خداوند از روی ثواب بالاتر بوده است از 1000 حجی که در راه خدا کرده می شود. از 1000 حج یک نماز فریضه را ثوابش بالاتر بوده است. در یک روز اگر شما را خدا توفیق دهد نماز در وقت خودش 5 وقت با جماعت اگر ادا کنین، تصور کنین که 5000 حج خداوند در نامه اعمال شما می نویسد. 5000 حج، این آسان است. حضرت علی چی میگوید؟ ان الانسان اذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح. حضرت علی را سخنش وقتی آدمی نمازخوان در بالای جای نماز میبراید، حضرت گفتند جسد او، دست، پا، گوش، بینی، هر یک اعضای تو، ثیابه، لباسهای او، چه از جیلک باشد، چه از این شلوار باشد، چه از این کرته باشد، چه زیرپوش این کرته باشد، هر لباسی که در بدن شماست. و کل شیء حوله، چیزی که در اطراف شما باشد، در خانه شما، چه از قالین ها باشد، چه از پیاله و چاینک ها باشد، چه از پرده و تیریزه ها باشد، چیزی که در اطراف شما هست، یسبیح، تسبیح همین آدم نمازخوان میکرده است. ببینید لباس شما، بدن شما، اون چیزی که شما را احاطه کرده است، اونها همه تسبیح گوی شما بودند. وقتی شما را بالای جای نماز میبینند این اشیاها حتی که خرسند میشدند، میگفتند اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. همون لباس ما میگفته است پروردگارا این بنده ای که بالای جای نماز برآمده است خدای مغفرتش کن. اون چیزی که در اطراف ما هست اونها میگفتند پروردگارا و این بنده خود رحم کن، زیرا که این بالای جای نماز میبراید و میگوید الله اکبر سبحان ربی الاعلا و ذات را یاد میکند. خوش به حال آن برادرانی که، خوش به حال آن خواهرانی که، خوش به حال آن مادرانی که نماز میخوانند. همه اشیای خانه تسبیح میگوید، همه لباس او تسبیح او را میگوید، جسد او، وجود او بر او لعنت نمیگوید، بلکه چی میگوید؟ خدا رحمتش کن، خدا مغفرتش کن. چی دعای مبارک است. حضرت سعد ابن معاذ که یکی از صحابه های خیلی گرامی هست، یک حدیث روایت میکند. پیش از حدیثی که وی روایت میکند من سعد ابن معاذ به شما شناس کنم. سعد ابن معاذ که پیغمبر خدا میگوید وقتی جان به حق تسلیم کرد عرش پروردگار جنبید. گفتن ای رسول اکرم چرا عرش جنبید؟ گفت از آمدن روح معاذ عرش خرسندی دارد. از صعود، از برآمدن جان معاذ به سوی آسمان عرش پروردگار خرسندی کرده است. چی مبارک روح نزد من می آید.
باری میگوید و پیغمبر خدا یک کرته تحفه کردند. همین معاذ بی نهایت ملایم بود. اصحاب میگوید با دست خوب میخپیدن، تعجب میکردن این چی گزوار قیمتی بوده است که با پیغمبر خدا هدیه کردن. رسول اکرم گفتند لمنادل سعد ابن معاذ فی الجنه احسن من هذا. اصحاب گفتند با خبر باشین که یک روی مالچه سعد ابن معاذ که خداوند در جنت به معاذ تسلیم میکند از دنیا و آنچه در دنیا هست بهتر است. یک روی مالچه سعد. روایت میکند که بار پیغمبر خدا گفت الا اخبرک برأس الامر و عموده و ذروة صنمه. ای معاذ، گفت پیغمبر، آیا خبر دهم تو را بر اساس کار، مهم کار و پایه اساس کار و قوله بلندترین این اساس کار و تو خبر دهم؟ قلت بله یا رسول الله. گفتم بله ای حبیب خدا. اساس کار چی هست و پایه اساس کار چی هست و قوله بلندترین اساس کار چی هست؟ رسول اکرم گفتند رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة و ذروة صنمه الجهاد. پیغمبر خدا تکرار کردند، گفتند ای معاذ، گفتند اساس کار این اسلام است. اسلام است. اسلامی که خداوند قادر و توانا برای تمام جهانیان گوشزد میکند این الدین عند الله الاسلام. دینی که در نزد من پذیرفته می شود، دینی که پیروان خودش را در دنیا و در قیامت عزت می بخشد، دینی که قدر آدم در نزد من بلند می سازد، این اسلام است. یگانه دینی که در نزد خدا نجات دارد این دین اسلام است. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا میگوید من از بنده خود در حالت راضی میشوم که اگر پیرو دین اسلام باشد. بجز دین اسلام دیگر دینهای منسوخ شده ده قدم نزند این بنده، من از این بنده راضی میشوم. شکر گو ای دل که در خیل مسلمان آفرید. و ما و شما مردم حضرت مولوی خطاب میکند، ای مردم میگوید شکر گوین که در خیل مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. و سوی پروردگارتان شکرانه کنید که خدا شما را مسلمان گردانید، شما را خداوند پیرو دین اسلام گردانید، به این شما شکرانه کنید. زیرا خداوند ما و شما خبر میدهد و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. اگر کدام بنده گمراه، اگر کدام بنده بی عقل، اگر غیر دین اسلام دیگر دین را برای خود قبول کرد، وای خدا زده است، میگوید وای خدا در دنیا زده است، وای در آخرت اصلا میگوید دیگر نجات ندارد. کسی غیر دین اسلام دیگر دین قبول میکند. چی امروز تشویقات های نصرانی ها، چی تشویقات های زردشتی ها، که حالا که این دین ها اصلش دیگر وجود ندارد، تحریف شده هستند، اینها را دیگرگون کردند. میخواهند همین مردم بیچاره کمبغل ما و شما را از فقیریمان استفاده برده امروز نصرانی کنند. کدام شما نصرانی میشوین؟ باور کنین شما دیگر حق همسایگی ندارین، شما جنازه ندارین، شما را دیگر نان شما را خوردن جایز نمی شود. احتیاط کنین، هلاک شوین لیکن در دین اسلام. انشاءالله آخرت شما زیبا هست، آخرت شما فخر دارد. برای 400 همین یهودی دین خودت میفروشی، شرمنده میشوی، چی در دنیا و چی در آخرت.
حضرت علی میگوید این من النعیم دنیا یکفیک الاسلام نعمتن. از تمام نعمتی که شما در دنیا داریم، پدر تا نعمت است، مادر تا نعمت است، فرزندهای جگرگوشه برای شما نعمت است، پول و مال تا نعمت است، ماشین های سواری تا نعمت است، خورد و خوراکی که در خانه داره نعمت است. از همه اینها دیده حضرت علی میگوید اسلام بهترین نعمت است. اسلام بهترین نعمت است، به این شما شکرانه کنید و از دینتان در هر جایی که باشین حمایه کنید. این دین به آسانی به دست ما نآمد. چه عذابها، چه مشقتها، چه جوانهای مثل ما و شما در راه خدا کشته شدن که امروز این دین حق به ما و شما آمده رسید. عبدالله ابن جحش با همراهی سعد ابن ابی وقاص که حکایه هست شاید شما شنیده باشید، فردا جنگ احد سر می شود، جنگی که پیغمبر خدا دندان مبارک از دست دادند، جنگی بود که چند سنگ در چهره های پیغمبر زده شد. چه روزی دهشتی بود. در همین جنگ پیش از یک روز حضرت عبدالله ابن جحش با همراهی سعد ابن ابی وقاص رو پرو نشستند و گفتند فردا جنگ احد است، بیا با یکدیگر دعای میکنیم تا که خداوند دعای ما و شما را در این موضع قبول میگرداند. حضرت سعد گفتن اول من دعا میکنم. گفتن بگذار تو دعا کن. گفت پروردگارا، فردا جنگ احد وقتی که شروع میشود مرا هم با همراهی یک مشرک، یک کافری خیلی بهادر و جسور رو پرو بگردان و من با او محاربه کنم و این کافر از دست من کشته شود. حضرت عبدالله ابن جحش میگوید من آمین گفتم و بعدا سعد گفتن شما دعا کنید، دلسوزی را ببینید، غمخواری را ببینید، پشتیبانی از اسلام را ببینید. عبدالله چی دعا کردن؟ پروردگارا، من هم میخواهم که فردا با یکی از جسوران و دلیران این کافرهای عرب روپرو شوم، با او محاربه کنم و از دست این کافر کشته شوم و در نزد درگاه تو شهید اعلان کرده شوم و بعد شهیدی این کافر گوش و بینی مرا ببرد و روز قیامت با این گوش و با این بینی بریده من از جای خود خیزم و تو ذات پاک پرسان کری ای سعد این گوش و بینی تو کجا شد و باز خودت ای ذات پاک جواب گردانی که این گوش و بینی تو در راه خدا بریده شد، وارد جنت شو. این دعا را کردن، آمین گفتن. فردا جنگ احد شروع شد. حضرت سعد میگوید من به دعای خود نائل شدم، یکی از کافران خیلی برجسته مشرکان عرب کشتم، لیکن وقتی بیگاه شد ما مسلمان ها را از بین مشرکان جدا میکردیم، به ناگاه میگه جسد عبدالله ابن جحش را نگاه کردم که بنی ایشان بریده شده است، گوشهای ایشان بریده شده است و به سوی پروردگار آبی چشم کردم و گفتم که دعای عبدالله ابن سعد در نزد پروردگار قبول شد. عبدالله ابن جحش چی جانسوزی ها کردند، چی تمناها کردند. آیا برای عبدالله زندگی لازم نبود؟ آیا عبدالله خانه و در و فرزند نداشت؟ داشت، لیکن پشتیبانی از اسلام میکردند. ما و شما باید در هر حلقه می نشینیم پشتیبانی از اسلام کنیم، پشتیبانی از پیغمبر کنیم، پشتیبانی از آیت های قرآن کنیم. نگذاریم که این بدبختای ما و شما اسلام ما و شما را سنگ زنند، اسلام ما و شما را تحقیر کنند. این گوش هایی که تحقیر اسلام میشنود، این گوش ها سرب ریخته می شود اگر ما و شما طاقت کنیم و گوش کنیم. عمر ابن جموح خدا رحمتشان کند، موی سفید بودند، باز پایشان لنگ بودند. وقتی فردا جنگ احد شروع می شد،
حضرت 4 فرزندی خود آورده در دست پیغمبر دادن، گفتن اینها در پهلوی شما باشد تا که اسلام قرآن دفاع کنند. وقتی خانه آمد خود طاقت نکرد، گفت من هم باید که در این محاربه باشم. کجا فرزند من جنت رود و من در پهلوی کمپیر خود خواب کنم؟ از جای خود خیست و رفت. پیغمبر خدا گفت شما معذور هستین، ای جموح بگذار، اگر شما در خانه هم که باشین گناهگار نمیشین، زیر پای شما لنگ است. حضرت گفتن من نمیخواهم که فرزندهای من جنت روند و من در خانه باشم. میگوید از خانه برآمدن گفت اللهم لا تردنی الی اهلی، پروردگارا من به سوی تو دعا میکنم که رفتنم شود و آمدنم نشود. خدای مهربان مرا در همین میدان محاربه شهید کن تا که من وارد جنت شوم. وقتی حضرت میگوید در محاربه اشتراک کردن، بعد محاربه که کشته شدن با همراه فرزندهای خود، این مادری دلیر آمده فرزندهای خود همراه میگد این شوهر بالای اشتر بار کرد و خواست به سوی مدینه اشتر را بیارد، اشتر نمی آمد. هرچند که میکشید اشتر نمی آمد، در زمین خواب کرد. نزد پیغمبر خدا شکایت کرد، گفت آیا شوهری تو یگان دعای کرده بود؟ گفت بله دعا کرده بود که پروردگارا مرا رفتنم شود و بازگشتم نشود. گفت دعای او در نزد خدا قبول شده است، در همین میدان احد وی را دفن کن. این چگونه پشتیبانی های کردن. رسول اکرم گفتند اساس کار این اسلام است و عمودی و پایه این اساسی کار این نماز است. پایه اساسی که اسلام از او بنا می شود این نماز است. و ذروة سنمه الجهاد، و قوله های بلند این اسلام رسول اکرم گفتند این جهاد است. نمازم یکی از عبادت های خیلی مهم بود است که رسول اکرم در اساس کار پایش نماز ذکر کرد. باید ما و شما از نماز هیچگاه باید که دور نباشیم، باید دائم با نماز باشیم تا که این اساس کار ما و شما در نزد پروردگار ما